ارائه بعدی که داریم استیج بعدیمون هست یا استیج های بعدیمون هست. ممکنه این استیج خودش بشکنه به استیج دیگه تحت عنوان Automated Acceptance Testing. اینجا هم ساختار کلیش مشابه استیج قبلی هستش. یه تفاوت ریزی داره، اونم اینه که باینری ها یا آرتیفکت هایی که تولید شده رو از آرتیفکت ریپوزیتوری میگیره این استیج و کانفیگوریشنی که باید برای دیپلوی کردن استفاده کنه رو استفاده میکنه، یا از همون ریپوزیتوری یا از ریپوزیتوری دیگه، و محیط بالا میاره، دیپلوی میکنه، یه تست اسموکی میگیره و تست اکسپتنس میگیره و ریپورت ها رو و متا دیتا رو دوباره توی ریپوزیتوری میریزه. ویژگی که اکسپتنس تست ها دارن اینه که بررسی میکنن که بیزینس اکسپتنس کرایتریا ها داره توسط محصول برآورده میشه. هر نسخه از نرم افزار که کامیت استیج رو رد میکنه بعدش میره تو اکسپتنس تست استیج اجرا میشه. یعنی اینکه کامیت استیج که پس شد، دیولپر دیگه فرصت داره بره به کار خودش برسه، ولی تریگر میشه اکسپتنس تست استیج. و همونطوری که گفتم اکسپتنس تست ها برای ما بررسی میکنن که استوریمون یا ریکوایرمنتمون با هر متدولوژی داریم، با هر سبک ریکوایرمنت انجینیرینگ که جلو میریم دارن برآورده میشن. این در حالیه که شاید حالا جلوتر یه مقداری توضیح میدم، یونیت تست ها دارن بررسی میکنن یه تیکه کوچیک، یه تیکه خاصی از نرم افزار ما، اون چیزی که دیولپر دلش میخواد رو داره برآورده میکنه. در مورد کاربر یونیت تست ها حرفی نمیزنن. اما کلا چرا اکسپتنس تست رو داشته باشیم؟ جالب بدونی که کلا اکسپتنس تست ها، من باز معذرت میخوام اسم نزدم، جالب بدونید که اکسپتنس تست ها کلا وجود یا عدم وجودشون یه بحثیه کلا بین افراد مختلف توی تیم های، یعنی تایپ پوزیشن های مختلف و پروژه های مختلف. وجود یا عدم وجودش کلا همیشه جای بحث بوده و همیشه چالش بوده که داشته باشیم یا نداشته باشیم. کاستومر و مدیر پروژه معمولا فهم کنه خیلی آقا تو اکسپنسیو، خیلی هزینه بره معمولا وجودشون، مینتیننسشون، و واقعا اگر بد طراحی بشن، بد نوشته بشن، بله هزینه بره. دیولپر معمولا فکر میکنه که یونیت تست کافیه، یعنی اینکه و حتی وقتی میره سمت تست دریون دیولپمنت دیگه حتی میگه آقا این پرفکته، دیگه از این فراتر اضافه کاریه. اما به صورت کلی اگر بخوایم بگیم واقعا اکسپتنس تست هایی که خوب مینتین بشن، خوب نوشته بشن، خیلی خیلی میصرفن نسبت به این که هی به صورت مداوم منوال برید شما یک چیزهایی رو بررسی بکنید، هی برید ببینید که یه رگرشن تستینگ داشته باشید، ببینید فلان فیچر قبلی که زدید اینجا خرابکاری نشده. این اتفاق افتاده، همتون هم تجربه دارید. من هم پروژه هایی که مشاوره دادم خیلی هاشون تو همین حوزن. آقا من هر موقع میخوام دیپلوی بکنم میرم این دستور رو، این فیچر رو یه چک لیستی درست کردم، میرم دستی اینا رو بررسی میکنم. حالا فرض کن هر هفته بخواد اون محصول دیپلوی بشه، چقدر هزینه بره؟ خب اون چک لیست رو اگر چیزای مهمش از داخل اتومات بکنیم خیلی هزینه کمتری داره. نکته دیگه که داریم سر بیزینس ولیوی، همون بحث بیزینس ولیویه که گفتیم. هیچ کدوم از انواع دیگه تست روی بیزینس ولیو تمرکز ندارن و این اینتراکشن کاربر با سیستم رو در نظر نمیگیرن، استیج دار بودن سیستم رو در نظر نمیگیرن. شما وقتی یک کاربر وارد سیستم میشه
لاگین میکنه، بعد از لاگینش میره چه میدونم سبد خریدش رو پر میکنه، بعد از سبد خریدش میره پرداخت انجام میده. شما تو کدوم نوع تست همچین کاری میکنید؟ این فرایند و این استیت دار بودن رو بررسی میکنید. تو تست یونیتتون این کارو میکنید که ناممکنه، 500 تا انتیتی رو در بر میگیره. تو تست کامپوننتتون این کارو میکنید، خیلی سخته، میشه همون اکسپتنستون اگر بخواید اونقدر کامپوننت رو بیارید بالا. بنابراین اکسپتنس تست ها لازمه. و همونطور که قبلا گفتم یه تعدادی از این افراد توی XP هم اعتقاد دارن که اکسپتنس تست ها نیازی نیست و ترکیب یونیت و کامپوننت کافیه. اما خب گفتم اون کسی که استفاده میکنه تهش از محصول ممکنه یه جور دیگه استفاده کنه، چون این دستمال کاغذی ها اون به هر حال لازمه اکسپتنس تست داشته باشه، نداشتن اینه. خب نوشتن اکسپت، کلا نوشتن تست اوکیه، آدما خیلی راحت تست می‌نویسن، ولی پای مینتیننسش که میاد وسط همه کم میاد و بعد این مدت میدن دو. این دیسیبل کردن تست هم فیچریه که دیگه این ابزارا میدن و آروم آروم آدما میگن دیسیبل کنیم تا بعداً درستش کنیم. برای اینکه تست ها خود اکسپتنس تست ها تست های خوبی باشن، قدم قبلیش اینه که اکسپتنس کرایتریا ها خوب نوشته شده باشن. اکسپتنس کرایتریا یه چیزیه که شما میگید که این یوزر استوری یا این ریکوایرمنت برای اینکه دان بشه واقعا چه اتفاقی باید بیفته، من بگم این تایید شد. یه اصطلاحی هست تحت عنوان اینوست، اینا رو چسبوندن به هم که یه مقداری تو ذهن پایدار بمونه. قبلا در موردش توضیح دادم، الان سریع رد میشم. یه دونه اکسپتنس کرایتریا، این در مورد یوزر استوری هم خب خیلی از افرادی که متدولوژی مثلا چه می‌دونم اسپام دارن کار میکنن اینا رو سعی میکنن ترکیب کنن. یعنی مثلا نمیاد بگی یوزر استوریم این اکسپتنس کرایتریام اینه، سعی میکنه این اینوست رو توی یوزر استوریش برآورده کنه. شاید مثلا تو اینترنت هم سرچ بکنید بگن اینوست روی یوزر استوری، نه یه لایه‌ای وسط بچینن. اوکیه اگر یه سری چیزا رعایت بشه. اکسپتنس کرایتریا باید ایندیپندنت باشن، مستقل از هم باشن. یعنی اینکه برای یه دونه اکسپتنس کرایتریا خاص شما مجبور نباشی بری 10 تا فیچر ابزارت رو عوض بکنی. نگوشیبل باشن. یه چیز وحی منظر مثلا بدون دلیل من اینو میخوام و نمیتونیم روش هم بحث بکنیم، یا یه جوری نوشته شده که نمیشه روش بحث کرد، یا اینکه اصلا یه جوری هستش که جای بحث نمیذاره. اینطور نباید باشن. یه مثال کوچیک تو اسلاید بعدی در موردش میزنیم. ارزش داشته باشن و این ارزش رو به صورت ورتیکال اسلایس برآورده بکنن. به چه معنی؟ یعنی مثلا اینکه شما اگر یه وبسایتی دارید بیاید بگید که من میخوام سمت بک‌اندم مکانیزم چه میدونم خرید فراهم بشه. خب کاربر اصلا متوجه این نمیشه. به این دلیل میگیم این ورتیکال نیستش که فقط اگر فرض بکنیم لایه‌های نرم افزار رو فرضاً بیایم بک اند یه لایه بذاریم روی فرانت، این لایه یک لایه هورایزونتال هستش و ارزشی هم به کاربر اضافه نمیکنه. خوبه که اکسپتنس کرایتریا اینطوری نوشته نشن و واقعا ارزش اضافه بکنن، والیوبل باشن، تخمین زدنی باشن، یه چیزی نباشن که انقدر مبهم باشه که نشه اصلا تخمینش زد. تخمین زدن هم که در موردش دیگه توی متدولوژی و اجایل و اینا در موردش حسابی صحبت شده که منظورم چیه. منظورم اون نیست بگیم میشه توی 2 ساعت و نیم انجامش داد یا 3 ساعت. انقدری کوچیک باشن که بشه توی یه ایتریشن انجامش داد. نشینیم اکسپتنس کرایتریایی تعریف بکنیم، به یوزر استوری تعریف بکنیم که 2 تا ایتریشن 10 تا ایتریشن بخواد و تستبل باشه. حتی اگر تستی براش نوشته نشده باشه بتونیم تستش کنیم که آقا این اتفاق افتاد. من یه 3 تا مثال میزنم. این مثالا رو از یه جایی برداشتم. خب واسه همین بعضی جاهاش یه مقداری شاید یه مقداری مبهمه شاید حتی، ولی به هر حال مثال‌های خوبی هستن، کمک کننده هستن. اینجا روی ادبیات یوزر استوری دارم این مثال رو میزنم.
یه یوزر استوری اول داریم ما، میگه به عنوان یک کاربر، این دیگه ادبیات یوزر استوری باش آشنا هستین دیگه، از فلانی میخوام فلان کار کنم تا این اتفاق بیفته. اینجا اکتورشو میگیم، اینجا اکتو میگیم و اینجا ولیویی که میرسونه به همونو میگیم. این دیگه سینتکسیه که آدما معمولا باش یوزر استوری می‌نویسن. میگه به عنوان کاربر میخوام که وبسایت یه لی‌آوت و طراحی جدید داشته باشه تا مدرن تر به نظر برسه. این به عنوان یه دونه یوزر استوری معرفی شده. اما چرا خوب نیست؟ اول از همه مستقل نیست. باید کل وبسایت عوض بشه تا این یوزر استوری برآورده بشه ظاهرا. قابل تخمین نیست چون به نظر خیلی بزرگه واقعا و کلی کار باید انجام بشه تا این اتفاق بیفته. یه نسخه بهبود یافته شدهش که البته خب باید بدونیم هدف این نویسنده اینم چی بوده دیگه، ما نمیتونیم همینو بیایم تبدیل کنیم به این، باید با اون کسی که اون پروداکت اونری که مثلا اینو نوشته صحبت کنیم. میگه به عنوان کاربر میخوام بتونم که محصولات رو بر اساس عنوانشون جستجو بکنم تا اون محصولی که مد نظرم راحت تر بتونم پیدا کنم. این نسخه بهبود یافته شده اینه. باز من میگم اینجا یکم اگه شما از اولی نمیتونی برسی به دوم، چون دومی اصلا خیلی مشکل. یا یه مثال دیگه، به عنوان فروشنده میخوام همه فاینانشال اینفورمیشن، مسائل اطلاعات مالی سازمان رو داشته باشم تا بتونم تصمیمات بیزینسی بهتری بگیرم. باز اینجا اول از همه این نگوشیبل نیستش، نمیشه روش نگوشیشنی انجام داد، به این معنی که درخواست سنسیتیو اینفورمیشن کرده اصلا پروداکت اونرمون و باز هم ممکنه اصلا تستش راحت نباشه چون که باز درخواست سنسیتیو اینفورمیشن کرده و نمیتونیم حتی بدون اینکه تست وجود داشته باشه ما اینو ببینیم آره داره کار میکنه. من روی این نگوشیشنش یکم دقیق‌تر بخوام بگم، این ابهاماتی که میگم سر همینجاست، یکم بحثش چیده است. اینجا به نظر به این معنیه که چیزی رو خواسته که اصلا نمیشه روش نگوشیشنی انجام داد و بهبودش داد. نسخه بهبود یافتش اینه که میگه من میخوام لیست کاستومرها رو داشته باشم، دقیق‌تر گفته، سنسیتیو بودنش رو کم کرده تا بتونم رابط اونا رو ترک بکنم و حالا نتیجتاً به همون بیزینس دیسیژن های بهتری که بود برسم. یه مثال دیگه داریم از این منبع دیگه. اومده یک تایپ این XYZ تایپ کاستومر خواسته. از an XYZ customer ordering using the website میگه میخوام بتونم که روی پیمنت وان کلیک بکنم، استفاده بکنم تا بتونم صفحات اضافی پیمنت رو سریع رد کنم و برسم به پرداخت. این چه مشکلی داره؟ این تعداد مشکلاش یه مقداری حالا بیشتره. این کاستومری که وجود داره یه ویژگی اضافی داره که توی یوزر استوری که گفته شده نیومده. اونم اینه که کاستومریه که موجوده، کاستومر جدید نیستش، نیو کاستومر نیستش. گفته اینو می‌خوایم دقیق بکنیم، بنابراین این رو میاریم تو بدنه یوزر استوری. اکتورمون رو دقیق‌تر می‌کنیم. اگزیستینگ. هر اگزیستینگی نه، اون اگزیستینگی که میخواد از طریق وان کلیک پیمنت وارد وبسایت بشه. چه وبسایتی با استفاده از چه سیستمی، سیستم دسکتاپ یا لپتاپ. اگه برای سامانه ما مهمه لازمه این رو هم مشخص بکنیم توی یوزر استوری. بقیه‌اش هم مشابه چیزیه که قبلا داشتیم. اینا سه تا مثالن. جانم میفهم. میکروفون یه ذره بالاتر بزن. چالشی که خودم برخورد ماشین زدم توی بحث UI UX دیزاین خیلی وقتا شاید شما تیم UI UX جلوتر از بقیه است، رفتیم مثلا یه طراحی در آورده واسه یه فیچری
و شما توی اکسپتنس کرایتریا یا چرا کانتنت سازی بشه می‌بینین همونی که یوآی یو ایکس زده این نگوشیبل بودنش رو زیر سوال میبره شما. می‌دونم که جمع یوآی یو ایکس و اینوست چجوری میشه. این کلا برای من عجیبه که شما اول یو آی یو ایکس دیزاینرتون میره طراحی میکنه، بعدش میاین روی اکسپتنس کرایتریاش تعامل میکنید. خب این یکم روال درستی نیست. یعنی اول باید شما، یعنی ریکوایرمنت اول باید تعریف بشه، ارزش‌هاش بیان بشه، تعامل بشه، بعد بریم سراغ حالا تجربه کاربری. و البته من خیلی از پوزیشن ها مثل یو ایکس دیزاینر میان اصلا تو حوزه همین پروداکت اونری، یعنی خیلی به هم نزدیکن. من خیلی ها رو میشناسم از مثلا پوزیشن پروداکت اونر سویچ کردن یو ایکس دیزاینر شدن، از یو ایکس دیزاینر اومدن این و خب توی این فرایند بیارینشون، نه اینکه اونا برن جداگانه یه کاری بکنن تهش یه آرتیفکتی تولید بشه، بعدش حالا بیایم بگیم که این مثلا نمیتونیم روش بحث بکنیم با چه مشتری چه بین خودمون. خب بنابراین توی فرایندتون باید قرار بدید. در مورد فرایندها یه کوچولو جلوتر صحبت میکنیم، اما اونجا من اکسپلیسیت نیومدم بگم یو ایکس دیزاینر یا یو آی دیزاینر چیکار میکنه. خیلی وقتا قابل جمع نیست توی ایتریشن یو آی یو ایکس دیزاینر مثلا باید یه اسپرینت کار کنه، طراحی مختلف رو بررسی کنه، فلان تا به یه چیزی برسه دیگه. حالا شما برید اینو تست سازی کنید. اگه بخواید جفتش رو مثلا یه اسپرینت بذارین که بعد دیگه این محدودیت رو توش بردارین، بس اون ایمپلمنتیشنش. اینجا یه سری تکنیک های اسکرام مستر ها اینا رو خوب بلدن. خب که چی کار بکنیم، این تایپ مسائل رو چی کار بکنیم، مسائلی که یکی دیپند به اون یکیه. آیا درسته اصلا دو تا مسئله که به هم، مثلا توصیه من خیلی ها دیدم اسکرام مسترها نمیذارن دو تا مسئله دیپند به هم بیاد توی یگان، اینو جلوشو میگیرن. یا مثلا این که باز یعنی شکستن های مثلا خود اون تسک یو ایکس دیزاینر یا یو آی دیزاینر هم میتونه احتمالاً بشکنه. حدس میزنم، من تخصص زیادی ندارم راستش، اما حدس میزنم اون هم میتونه بشکنه، فقط ما دلمون نمیاد. یعنی وقتی میخوایم بریم توش، میخوایم بریم جمع بکنیم، بعضی چیزا رو هم در نظر بگیریم و خب اون کارو نباید بکنیم. هم باید توی ایتریشن حتی همون تسکا رو بیاریم و همین که دو تا تسک به هم دیپند، مثلا فکر کنم خیلی از اسکرام مسترها جلوشو میگیرن با دلایلی که وجود داره. اینجا کمک میکنه اسکرام مسترها. ولی توی فرایند اگر انقدر تاثیرگذاره توی فرایند باید، یعنی اگر داره میاد تو، یعنی این داره میاد سمت پروتوتایپ. خب ما ریکوایرمنت انجینیرینگ، اگر مثلا تو دنیای ریکوایرمنت انجینیرینگ بخوایم بگیم، ریکوایرمنت انجینیرینگ یه سری فاز داره، دیسکاوری، الیسیتیشن و حالا توی اجایل اینا رو همه رو کوچولو میکنیم، میشینیم همه استیک هولدرها کنار هم و در مورد صحبت میکنیم. اما یکی از اون آرتیفکت هایی که اون وسط استفاده میشه پروتوتایپه. برای چی داره استفاده میشه؟ برای درآوردن ریکوایرمنت های بهتر. خب شما اگر حس میکنید مشتری لازمه یه چیزی داشته باشه که باهاش کار کنه تا حس بگیره، این میشه پروتوتایپ، این نمیشه محصول شما. یه پروتوتایپ خیلی هم ساده، اسکچ‌تور، همه چیش هم با ابزارهای سریع رو کاغذ، حتی رو برگه است و با پروتوتایپ مشتری کار میکنه. مشتری بهش وبسایت و گرافیکش رو مثلا عکسش رو نشون نمیدیم بگیم خوشحاله یا نه. این هم یه فرایندیه. ریکوایرمنت انجینیرینگ یه سری تکنیک‌های وجود داره براش، پروتوتایپ کردن اونجا باید استفاده بشه. حالا اگر بخوایم تفاوت قائل بشیم بین اکسپتنس کرایتریا و یوزر استوری، اکسپتنس کرایتریایی که به فرم بیدیدیتور یا گیون بندنی نوشته میشه برای همین آخری این شکلیه: given an existing one-click payment web XYZ customer, when the customer orders through the website and clicks on checkout using a desktop or laptop, then the customer must be presented with one-click payment button. تقریبا خیلی شبیه یوزر استوری هست. یه چک لیستی هم داره برای اینکه وقتی میگه آقا مثلا وقتی میگن میخواد با وبسایت کار بکنه، باید روی آی ای و کروم و فایرفاکس و سافاری اینا بررسی بشه، هر 4 تاش. خب ما الان یه سری تکنیک میگیم در مورد، یعنی یه تکنیک میگیم لایه‌ای کردن اکسپتنس تست ها و لایه‌هاش توضیح میدیم. یه 2-3 تا لایه وجود داره.
شما اکسپتنس کرایتریا رو که می‌نویسید مثلا به فرم گیون وندنی نوشتین، بعد پایه یه لایه‌ای باید بیاد اینو پیاده سازی بکنه. این لایه از مدل دامنه باید استفاده کنه، یعنی با ادبیات دامنه این لایه نوشته میشه، نه با ادبیاتی که بیاد مثلا بگه میرم تو دیتابیس فلان کارو میکنم، میرم تو سرویس بهمان فلان کارو میکنم. نه، باید ادبیات دامنه باشه. شما اگر از ابزارهایی مثل کیوکامبر و جی بی هیو و تویست و فیتنس و ربات و اینجور چیزا استفاده بکنی، این لایه رو اتومات براتون انجام میده. یعنی اگر اکسپتنس کرایتریاتون رو یه جوری خوبی بنویسید، بعد استپاشو پیاده سازیشو داشته باشید، خود اون این لایه رو براتون تبدیل میکنه. حالا یه لایه‌ای هستش که کار با نرم افزار شما رو بلده. ما به این لایه میگیم اپلیکیشن درایور لیر. اون لایه‌ایه که این تست ایمپلیمنتیشن لیر داره ازش استفاده میکنه. ساختار لایه‌ای توی اکسپتنس تست ها معمولا باید دیده بشه، یعنی اینکه این لایه‌ها رو شما داشته باشید. این لایه بلده که چطوری با اپلیکیشن کار کنه، اگه لازمه رو دکمه کلیک بکنه، اگه یو آر الی رو باید فراخوانی کنه و. یکی از بزرگترین دلایلی که اکسپتنس تست‌ها توی خیلی از پروژه ها فیل میشن، این مدل اصطلاحاً میگیم ریکورد اند پلی بک استایل تست ها هستن. تستایی که ریکورد میکنی بعد پلی بک میکنی. ابزارهای خیلی زیادی هم براشون ریخته شده. اینو من عکس پایینی که گذاشتم از سلنیوم گذاشتم، نسخه وبش. میری با سایت کار میکنی، ریکورد میکنی، بعد پلی بک رو همون موقع که ریکورد شده میزنی دوباره اجرا میشه. اینا از دنیای وب اسکرپینگ اومدن خیلی هاشون و اینجا هم دارن استفاده میشن. چالش خوبه برای شروع ماجرا از این بابت که یاد میگیره آدم چطوری این داره چی کار میکنه. برای افرادی که تازه کار هستن تو دنیای تست اصلا نمیدونن چجوری باید روی اون کلیک بکنن، مثلا اگه دارن تست یو آی مینویسن. با این بهشون یه حسی میده که ما اینجا یه سری کامنت داریم، میتونی کلیک کنی، سند کی کنی، از این جور چیزها. ولی مینتینبل نیستن، چون چیزهایی که ریکورد میکنن خیلی جزئی و دقیقه. یه تغییر خیلی کوچیک، این المنت رو از اینجا برداری ببری بالاش بذاری، آدرسش عوض میشه، کل تست فیل میشه. اولا هیچ فرقی نمیکنه با منوال، چون هر بار که یه تغییر میشه شما باید برید یه بار دیگه ریکورد کنید و پلیش بکنید. پس توصیه نمیشن کلا این مدل تست‌ها برای فانکشنال اکسپتنس تست ها. ما هم کلا توصیه نمی‌کنیم تست ها رو روی برای جی یو آی و یو آی بنویسید و تست های جی یو آی خیلی تست های شکننده‌ای هستن. معمولا هم پیچیده هسته. شما مثلا عموم تستاتون مثلا میخواد فرض بکنه که آقا یه 4 تا مشتری تو دیتابیس هستن دیگه که من حالا برم این سناریو رو انجام بدم فرضاً. بعد حالا باید چطوری اون 4 تا مشتری رو بسازیم؟ فرض کنید ایزولیتد می‌خوایم تست بنویسیم. باید 4 بار بریم تو یو آی، آقا لاگین بساز، پیامکش بیاد فرضاً. برو مشخصاتتو وارد کن، کاربر اول، کاربر دوم، کاربر سوم، کاربر 4 تا کالا هم می‌خوایم باشه تو سیستم دیگه. برو 4 تا کالا هم تو یو آی انجام بده. یه همچین ستاپی تا بیاد بالا تا ما بتونیم سناریوی خودمون رو تست بکنیم. معمولا اگر کلا روی یو آی بریم جلو، این استیت های اولیه سیستم خیلی دردسر فراهم کردنش. نتایج گفتم سخت تره. مثلا شما میخواید ببینید فلان جا فلان اتفاق افتاد، معمولا باید تریک های عجیب غریبی بذارید توی یو آی. بعضی از جی یو آی تکنولوژی هم که اصلا تستبل نیستن، یعنی هیچ جوره نمیتونید اتوماتش بکنید، باید خیلی تریک عجیب غریب بزنید. ما به سامانه داشتیم، سامانه گلستان بود، مثلا این توی محیط خاصی با یه کدهای خیلی خاص قدیمی میومد بالا، هیچ دسترسی به هیچ کدوم از اون باتنا فلانا مثلا نبود. تا اینا یه بهبودی دادن. یا مثلا بعضی از بچهای ما حالا اونا هم تریک زده بودن، اونا خواستن انتخاب واحدشون خودکار بشه، میرفتن میخوابیدن، یه کدی زده بودن که این خودش یه کلیک میکرد روی این آزاد که شد میرفت تو صف. اینا از این تریکا زده بودن که مثلا عکس اون نقطه رو گرفته بودن، داده بودن ابزار با عکس میرفت. میگم تنبلی باعث خلاقیت میشه، همچین تریکایی زده بودن. و واقعا سخته بعضی از تکنولوژی جی آی. این رو حتما در نظر بگیرید اگر میرید سراغ یه تکنولوژی. نوشتن اکسپتنس تست کلا اینطوریه که آنالیست، بیزینس آنالیست با تستر و مشتری میشینن اکسپتنس کرایتریا در میارن، بعدش این اکسپتنس کرایتریا رو تبدیل میکنن به یک سری تست.
یعنی به یه فرمتی در میارن که بشه اتوماتش کرد و اونا رو تبدیل میکنن به یه سری تست. کلیتش اینطوریه. آنالیست که شما بیزینس آنالیست ممکنه نداشته باشید توی پروژهتون. حالا یه مقدار توضیح میدم که بیزینس آنالیست چیه. بیزینس آنالیست کلا کسیه که میشینه با مشتری و کاربر صحبت میکنه. اون واسط پروژه با مشتری توی ساید فانکشنال ریکوایرمنت ها، ساید ریکوایرمنت ها بیزینس آنالیست هستش. معمولا اینطوریه که اولویت بندی ریکوایرمنت ها هم با بیزینس آنالیسته. وقتی میگم میبینید کارهایی که انجام میده بی‌شباهت به پوزیشن پروداکت اونر نیستش توی پروژه هایی که معمولا با متدولوژی اجایل درست میرن. با دیولپر تعامل داره بیزینس آنالیست. کارش که تمام شد به مشتری نمیره بشینه کلا کار خوش انجام بده. با دیولپر تعامل داره ببینه دیولپر واقعا درست فهمیده و با تستر هم تعامل میکنه تا بتونه اکسپتنس کرایتریا های بیشتر و تستای دقیق‌تر بنویسه. تستر چی؟ یه رول تستر داریم ما. تستر هم اول از همه دوباره با مشتری و بیزینس آنالیست تعامل داره و مسائل کیفی رو برای هر دوشون باید توضیح بده. خیلی از نکات کیفی رو اصلا درکی ندارن مشتری و بیزینس آنالیست. دوباره با مشتری و بیزینس آنالیست سر اکسپتنس کرایتریا و یوزر استوریا تستر تعامل داره. یعنی تستر اینطوری نیست که یوزر استوری بدیم بهش تست کنه. تستر در فرایند ریکوایرمنت نوشتن، اکسپتنس کرایتریا نوشتن هست. اگر پوزیشن تستر دارید که توصیه میشه حداقل داشته باشید یه دونه. با دیولپر روی نوشتن اکسپتنس تستا تعامل داره. خودش هم به صورت جداگانه اکسپلوریتوری تستای دستی و کار با سامانه رو انجام میده. شوکیس ها چیزهای نهایی رو هم که باید به بیزینس آنالیست و کاستومر نشون بده توسط تستر انجام میشه. حالا باز اینجا میتونه تستر به پروداکت اونر نشون بده، پروداکت اونر بعد بره نشون بده چیز. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این رولایی که میگم 100% نیستن. یعنی یک نفر من برم بیزینس آنالیست بیارم توی تیم. بعضی اوقات حتی دیولپرها نقش بیزینس آنالیست رو بازی میکنن برای بعضی از پروژه ها. بعضی اوقات تسترها این کارو میکنن. تو ادبیات اسکرام پروداکت اونرها این رولا رو بازی میکنن. معنیش این نیست که اینجا رول های جدایی هستن من برم یه بیزینس آنالیست مثلا بخوام بگم آقا حالا پوزیشن بیزینس آنالیست باز داریم. پس ما این سه تا رول رو به معنی وجودیشون داریم توی پروژه. فرایند کلاً آنالیز کردن توی یک پروژه‌ای که داره به صورت ایتریتیو انجام میشه اینطوریه که چرا میگم ایتریتیو؟ چون بچه شما اگر با یه پروژه کار کرده باشید که یه مقداری مدل سمت واترفال هستش قضیه فرق میکنه. مثلا شما یک سازمانیه میخواید بیاد برای سازمانش نرم افزاری بنویسید. اینطوریه که اول یه RFP میده، بعد شما یه پروپوزال میدید به اون سازمان، بعدش حالا یک سری مستند میدید کنارش، مستندات چه میدونم های لول دیزاین، لو لول دیزاین، ریکوایرمنت های نرم افزار رو دارید، بیزینس کیس، یه همچین چیزهایی وجود داره، یه تعدادی مستند وجود داره و بعدش میرید معمولاً یعنی توی اون مستنده 30% از معماری شما مشخص شده، میرید تو فاز توسعه. خیلی ها حتی اینطوری هستن که تو این فراینده به مشتری چیزی ارائه نمیدن، مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد میرن تازه خروجی رو نشون میدن. ما به اونا نمیگیم ایتریتیو، بیشتر شبیه واترفال هستن فرایند کاریشون، ولی توی مدل ایتریتیو اینطوری هستش که آنالیست و تستر و کاستومر با هم میشینن، اکسپتنس کرایتریا در میارن. قبل از این که اصلا طراحی پیاده سازی شروع بشه توسط دیولپر، توصیه میشه که بشینن اکسپتنس تست ها رو بنویسن. حالا شاید ایمپلیمنتیشن زیرینش موازی انجام بشه، ولی توصیه اینه که قبل از این که اصلا کار شروع بشه بیفتن روی اکسپتنس تست نوشتن. و دیولپر هم همونطوری که گفتم وقتی که ایمپلیمنت کردش با آنالیست تعامل میکنه ببینه که درست پیاده سازی انجام شده، آیا راه حل های بهتری وجود داره و در انتها هم تستا همه پاس میشن و پرزنت میکنیم ما کارمون رو به اعضای تیم. یه همچین فرایندی باید انجام بشه برای
تکمیل یه مسئله. در نهایت هم امکان داره پروژه شما یه سری تست دستی وجود داشته باشه. همه اینا که اتفاق افتاد، تسترها میرن سراغ تستای خاص منظوره خودشون. حالا اینجا همون جاییه که معمولا به عنوان BDD شناخته میشه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما بیایم این اکسپتنس کرایتریا ها رو یه جوری بنویسیم که به عنوان اسپسیفیکیشن محصول ما ولی قابل اجرا باشه. اسپسیفیکیشن محصول یعنی اینکه محصول شما کلا چه رفتاری داره. و وقتی بیایم توی ادبیات خاصی رفتار محصول رو توصیف بکنیم توی همون اکسپتنس کرایتریا ها، به این روش توسعه میگن بیهیویر دریون. چرا؟ چون داریم بیهیویر نرم افزار رو اول توصیف میکنیم، بعدش میریم توسعه رو انجام میدیم. به این ادبیات میگن ادبیات بیهیویر، به این مفهوم میگن بیهیویر دریون و به خلاصش هم میگن BDD. شبیه حالا شاید بگیم حداقل در سینتکس شبیه TDDه ولی فرق داره. این رو توضیح دادم. شما اگر اکسپتنس کرایتریا هاتون رو معمولاً به صورتی ننویسید که اکزیکیوتبل باشه، اینطوری میشه که از کار میافتن، بعد یه مدت دیگه معنی ندارن اصلا. اما اگر این اکسپتنس کرایتریا هاتون رو به فرمی بنویسید که هر بار اجرا بشن روی محصول خودشون، اینا همیشه زندن. چرا؟ چون دارن واقعا اجرا میشن. من یه مثال میزنم اینجا. توی مدل گرکین که حالا با GWT هم شناخته میشه، یه همچین کدی رو شما میبینید توی پروژه ها. میاد میگه من یه فیچر دارم، یه اوردر میخوام انجام بدم. این رو اول از همه یه برنامه فاینانشال تریدینگ اپلیکیشنه و اینکه با استفاده از روبی داریم و کیوکامبر اینجا پیاده سازیش نشون میدیم. میگه یه فیچر دارم، یه اوردر میخوام قرار بدم روی سامانه، یه سناریو دارم این که باید مقداره که حالا بالانس حساب درست اتفاق بیفته بعد از اینکه من این اوردر رو قرار دادم توی سامانه. این یه سناریو از این فیچر ماست. چیزهایی که نیاز داره رو توی بدنه گیون مینویسه، اگر چند تا چیز نیاز داره بینشون اند میذاره، کاری که اکتی که باید انجام بشه رو توی ون میذاره و انتظاری که از سیستم داره رو توی دن میذاره. توی دن توجه کنید، میگه من توی اکانتم باید $10 باقی مونده باشه، انتظار نهاییشه و این با سناریویی که داریم تطابق داره. پیاده سازیش هم توی دنیای روبی و با استفاده از گرکین اینطوریه که خب روبی خیلی با نمک بعضی از چیزا توش اومده میگه که اگر کسی اومد گفت given there is an instrument called فلان do instrument، بعد اومده تابع رو کال کرده، برای گیون های بعدی هم اینو گذاشته، ون رو گذاشته، بعد کیوکامبر رو که ران میکنه خودش میره همه این استپ ها رو متناظرش اینها رو فراخوانی میکنه و اجرا میکنه و نتیجهش همچین شکلی میشه. خب خیلی راحت شما همچین چیزی رو میتونید بذارید اصلا توی مستنداتتون و کاربر ببینید و چیز باحالیه، چیز با نمکی. همونطوری که گفتم قبلا هم در مورد لیوینگ داکیومنتیشن صحبت کردیم. اگه از این مکانیزم های BDD استفاده بکنید، شما میتونید از این کدها، از همین گیون وندن ها مستند تولید بکنید و اصطلاحا مستندتون زنده است. اما همونطور که باز قبلا هم گفتم، یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که اصلا توی خود مستندات کد نوشت. مثلا من اینجا داک تست رو به عنوان نمونه دارم به شما نشون میدم. این مستندیه که تو خود کد نوشته شده. این مستندیه که تستیه که تو خود کد نوشته شده. این تستیه که توی مستند نوشته شده. اینجا اومده این اوردر تو فلان فلان یه داک تست باز کرده، تست نوشته. کاربر اینو میبینه. شما اگر با سایکیت لرن و چه میدونم نامپای و اینا تو پایتون کار کرده باشید، اینا دیگه خیلی عرفن تو اون فضا. عین مستند میمونه ولی در واقع تست هم میشه. یعنی وقتی ما تستا رو اجرا میکنیم اینها هم اجرا میشه. یه مدل دیگه هم اینه. یه مدل دیگه که این فریم ورک هستش، فیتنس هستش که آقای رابرت سی مارتین توسعه‌اش داده. قضیه اینه که اصلا تست توی مستند باشه. یعنی وقتی شما دارین مستند می‌نویسید، اینجا یه جدول باز میکنه، توی جدول واقعا این نمونه ها هست،
اما اینا اجرا میشن. الان این یه تستیه که فیل شده، میگه انتظار داشتم 33 باشه ولی 25 صفر رو گرفتم، اینا پاس شدن. و داخل خود مستند تست وجود داره و شما همین مستند رو که نوشته شده وسطش چطوری تست هم هست تحویل مشتری میدید. یه همچین ابزارهایی هم وجود داره. چیزی با نمکیه. خب در مورد لیرهای اکسپتنس تست صحبت کردیم که میخواین یه توقفی بکنیم، یه استراحتی بکنیم. اوکی، یه آبی به دستوراتتون بزنید. میخواین یه سوال دارین بزنید، این سوال رو جواب بدیم. بعد بفرمایید. برای این چیز بیدیدی خب شما مثلا بخش API داره برای فقط باید استفاده اون رو انجام بده دیگه، نه دور بزنه یا API برنامه درست میگم؟ بله باید با API برنامه‌تون کار بکنه و تا حد ممکن دور نزنه. آخه یه سری مثلا فرض کن مثلا میگم اینا ما هم مثلا تجربه یه سناریو دیتایی نیاز داره پاس داده بشه مثلا اونجا آفرین. یه بخشی داریم کلا توی ارائه منیجینگ دیتا، میگم کلا یه بخشی داریم مدیریت دیتای تست. خب که چه توصیه‌ای داریم؟ توی تست‌های پرفورمنس متفاوته با تست‌های اکسپتنس. توی تست‌های پرفورمنس دیتا باید چجوری پر بشه، توی تست‌های اکسپتنس باید چطوری پر بشه. بعضی از اوقات حتی بعضیا میان توی تست‌های منوال باید چطوری پر بشه. من دیدم بعضی از سیستمایی که تو استیجینگشون یه سابستی از دیتای پروداکشن رو بای دیفالت توی دیتابیس گذاشتن. یعنی اولش که بالا میاد یه سابستی از دیتای پروداکشن تو دیتابیس هست، تستا رو روی اون انجام میدن. اینکه این کارا توصیه میشه تو هر کدوم از لایه‌ها چه کاری انجام بدیم و من توی اون ارائه کامل میگم. یک سوالی تعداد این چیزی زیاد بشه بعد اسمت هست یا نه کل استفام خیلی زیاد بشه؟ نه لزوم. آره من حداقل چیز در موردش نشنیدم راستش. این تیکی که بریم دیگه کلا میره سمت اینکه یکم ساید پروداکت اونر و اسکرام مستر اینا باید توصیه هاشون رو بگن راستش رو بخوای، چون همون اکسپتنس کرایتریا هست دیگه. قربان شما. ما کتاب داریم در مورد اینها قبلا هم معرفی کردم، کتاب اجایل تستینگ هستش. کتاب خیلی معروفیه، قشنگ اینا رو اومده توضیح داده. یه کتاب دیگه هم داریم تحت عنوان اکسپتنس تست دریون دیولپمنت. اون هم کتاب معروفیه، در ادامه شاید همون TDD بعد نباشه اون کتاب. این دو تا کتاب رو مطالعه بکنید باحاله. من خودم همه کتاب این هر دو تا این کتاب مطالعه نکردم، بعضی بخشش رو مطالعه کردم. خب ادامه بحث بریم. یه سوالی پرسیدن در این مورد که استارت هم شده درسته. در این مورد که قرار دادن داک توی کد معمولا حالا مثالش میشه شبیه این مثالی که اینجا ما داریم. کار خوبیه و مثلا مثالی که زدن گفتم بعضی حتی در این حد میرن جلو که اینجا کد HTML قرار میدن چون خروجی رندر شدهش هم خواستن عوض کنم. فرض کنید الان من میخوام این نامبرز مثلا بولد بشه، میام اینجا از تگ استرانگ استفاده کنم. اول قدم اول اینه که خب لازم نیست، چون دوره مارکداون رو ساپورت میکنه. اینجا ستاره بذارید برای بولد کردن اوکیه چون ماهیت تکستی داره. و اما مسئله دومی که نه، من شخصا توصیه نمیکنم، اما اینکه داک نوشتن جامع داشته باشیم توصیه میکنم برای پابلیک API مون. ما برای پرایوت API عموما داک استرینگ نمی نویسیم توی کدامون. ما حداقل تو تیممون هم چیزی نداریم. برای پابلیک API هم منظورمون نیست هر تابعی که پابلیکه، هر چیزی که کاربر استفاده میکنه. الکی وقت خودمون رو نمیگیریم مثلا بخوایم همه چی رو داک کنیم. بعد اونجا هم این داک باید داک یونیت باقی بمونه. ما داشتیم بچه‌ها میگفتم که مثلا برید برای این داک بنویسید. میدیدم اومده توی اگزمپل فرض کنید تابع مولتیپلای یه انتیتی سطح بالاتر رو استفاده کرده چون کاربر اونو میبینه مثلا. خب و اونجا توی این مثال آورده. فرض کنید ما این مفهومی داریم به نام اکسپرشن، یه کلاسیه. این مولتیپلای یه تابعیه اون اکسپرشن، مثلا مولتیپلیکیشن از این مولتیپلای استفاده میکنه فرضاً. اینجا بیایم مثال اکسپرشن رو بذاریم، بگیم به این امید که کاربر داره اینو میبینه دیگه و کاربر بیشتر از اون استفاده. این کار درستی نیست. من باید همش حواسم باشه اون اکسپرشنی که عوض شد اینجا داک مولتیپلای عوض بکنم.
اینم توصیه نمیشه. یونیت بودن توی داک استرینگا الزامیه، یعنی چیز باید حفظ بشه. اما توی تستایی که توی خود داک هستن خب نه دیگه، اینجا من میتونم هر مثالی دلم میخواد بنویسم، ربطی به کد نداره، وصل نیست به تابع. خب بله بفرمایید. سوال داشتم در مورد اون سلسله جلساتی که ما الان داشتیم، حالا هر چی جلوتر میریم سوال پرتر میشه. اینکه همون شما صحبت از تست می‌کنید، بیشتر حالا تست یونیت تست، تستای جی یونیت تستای بک اندی مثلا تست فرانت که مثلا میگیم که اون که تست سخت نگهداری سخت، نمیدونم استیتی که کاربر میخواد سخت، خاص این کار نمی‌کنید. در صورتی که حالا خود فرانت اند هم حداقل میتونه 50% حالا توی پروژه‌ای که بک اند فرانت اند داره 50% پروژه فرانت اند دیگه. اینم کلی هستش که همون دلیلی که بک اند تست احتیاج داره و همون دلیل هم فرانت اند تست احتیاج داره. پس پرکتیساش به چه صورت میشه؟ از اینه که من نمیگم تست فرانت نداشته باشیم، من میگم تست یو آی نداشته باشیم. خب این دو تا با هم فرق داره. تست یو آی یعنی اینکه من میرم روی فلانجا کلیک میکنم فلان اتفاق میفته. ما الان میدونیم که فریم ورک های فرانت یا اصلا برنامه‌نویسی سمت فرانت کمتر از بک اند بیشتر از بک اند نباشه کمتر نیست. خب خودشون معماری دارن، خودشون بعضن شیکوندن به MVC، خودشون کلی لایه اضافه کردن، اون انگولار کذایی اصلا انقدر جزئیات و چیزهای ریزدانه داره که اصلا خودش به اندازه خودش بزرگه، خودش فریم ورک تست داره، انقدر بزرگ شدن که مونوریپو طول خودشونو دارن. دو تا نکته وجود داره. اگه من چرا بیشتر سمت فرانت نمیگم، یعنی مثال هم حداقل سمت فرانت نیستش، وگرنه چرا شما دیپندنسی اینجکشن رو سمت فرانت هم باید داشته باشی، لیرینگ رو سمت فرانت هم باید داشته باشی، معماریت MVC باید تستای مدل داشته باشی. کی گفته تست نباید داشته باشیم؟ دیتا رو باید جدا بکنی تا حد ممکن برای یونیت تستای سمت فرانت وابسته نباشی به بک اند. اونجا هم ریپوزیتوری پترن داریم، اونجا هم یه پترنی هست که آقا این دیتا رو از کجا میگیرم؟ از بک اند میگیرم، از کوکی میگیرم، از یه سرویس ترد پارتی میگیرم. اونجا هم باید ریپوزیتوری بزنی، دیتا رو ماک کنی یا دیتابیس رو دابل بکنی و ازش استفاده نکنی و اونم همه این پرکتیس ها براش برقراره. اما اینکه من مثال ازش نیاوردم به دو دلیله. یک، خیلی از این مثالا از توی خود کتاب برداشتم. یک کتاب سال 2010 نوشته شده و اون موقع فریم ورک های فرانت به اندازه الان بزرگ نبودن. خب سرور پیج ها خیلی اون موقع باب بودن و سرور پیج ها مثلا شما با JSP یا ASP اون موقع کار کرده باشین، البته الانم خیلی از پروژه ها با سرور پیجن. جنگو هم با دیفالت اون تمپلیت هایی که تعریف می‌کنی شما سرور پیج، مگر اینکه یه فرانت جداگانه بذاری. اونجا سرور پیج اون عملاً ویو ما بوده. خب و ما برای اون میگفتیم اینو رد کنیم با خود URL ها کار بکنیم و فرانتی خیلی وجود نداشته. یه دلیلش اینه. یه دلیلش اینه که من تخصصم فرانت نیست، راستشو بخوای نمیتونم مثال های خیلی زیادی از فرانت بزنم. تو اگزمپلی هم که گذاشتم توی ریپوزیتوری مثال فرانت نذاشتم. خب فرانت هم سرور پیجی زدم. دلیلش اینه که تخصصم نیست، واسه همین میترسم وارد بشم، برم یه وقتی بذارم بعد چیز اشتباهی بگم، مثال اشتباهی بزنم، پرکتیس اشتباهی بگم و سعی می‌کنم نگم، ولی کاملا اونجا برقراره. همه اینها هر چیزی در مورد یونیت تست گفتم، در مورد حتی اکسپتنس تست هم گفتم، منظورم از اون تست یو آی بوده، منظورم فرانت نبوده، فرانت اند دیولپمنت نبوده. اینو اشتباه نکنید. حالا مثلا تو ریاکت انگولار یه کلمه همین چیزی چون لایه بندی داره، این چیزی که شما گفتید میشه گفت این کاری که یو آی تست نکرد ولی مثلا اون لاجیک رو تست کرد، ولی مثلا تو ریاکت این چیزا قاطی شدن تو هم خیلی از هم دیگه جدا نمیشه، جدا ناپذیر بخوایم تغییران که بخوایم مثلا لاجیک رو جدا بکنیم. ما یه جایی مجبور هستیم یو آی تست بکنیم و معمولا برای تست برای ریاکت ها وجود داره، معمولا میگن که اتفاقا همین کار رو بکنید، مثلا دقیقا دکمه رو ببینید به دلیل خودشون هم داره، مثلا دکمه چون دقیقا چیزی که کاربر میبینه شما تو تستتون مثلا میتونید دکمه اوکی کلیک بکنید. درسته، کاملا درسته. از یه جای خب نگاه کنید چرا تونستن این کارو بکنن. دلیلش اینه یه کامیونیتی خیلی فعالی دارن و دارن فکر می‌کنن چیکار کنیم که تستا فرجایل نباشه. توی اونم نمیاد یه سری چیزهای اضافه رو بررسی کنه، بیاد ایکس پس رو بررسی بکنه. احتمالاً
من خیلی از این فریم ورک های فرانت اندی که میبینم یه چیزی میذاره کنار اون المنته که ساید دیتا تگای عرفی هست، خب که دیتا داش فلان، برای اینکه این دیگه آقا داره معنای دیتایی داره برای من، یک چیزیه که ارزش معنایی داره، من میتونم به این اعتبار ببخشم و تستبل تر میکنه کار من رو. یا یه چیزی رو تست میکنه که خودش میدونه داره چی رو تست میکنه، نه اینکه مثلا ما چون بلدیم آقا این دکمه اینجاست همین ابزار ریکوردن ریپلی رو گذاشتم دیگه، میره هر چی که تونست رو گیر میاره همون رو روش کلیک میکنه. اما اینا یه مقدار حرفه‌ای ترن، یعنی من دیدم بعضیاشون رو که حواسشون هست که روی چیزهایی که خیلی شکنندن ممکنه تست و فیل کنن اسرشن نمیذارن و مجبورن هم بله کار یو آی بکنن احتمالاً. من خودم هم امروز یه مثال به شما نشون میدم، مجبور شدم کار یو آی بکنم، اما یه مقداری ساده‌گیرانه این کار رو انجام میدم. نمیام بگم خروجی یو آیت مثلا باید یه صفحه‌ای باشه که یه تایتل فلان داشته باشه که توش فلان باشه، خب باید یه تبدیلی انجام بدیم، یه ترانسفورمیشنی از اون صفحه انجام بدیم، مثلا چیزهای بی‌ارزشش رو حذف کنیم، بعد بگیم خب خروجی این شکلی بشه. لایبرری باید بنویسن دیگه و احتمالاً هم نوشتن کلی ابزار داره برای تست کردن، تو اون فضا معنی داره. هر چیزی که فرجایل نیستش اوکیه، کند نباشه فرجایل نباشه، این دوتا رو نداشته باشه اوکی. خب در مورد لایه اپلیکیشن درایور میخوایم صحبت بکنیم. این لایه‌ایه که کار با سیستم آندر تست ما، این اصطلاح SUT رو جای مختلف دیدید بدونید سیستم آندر تسته، کار با اپلیکیشن رو برای ما انجام میده. باید با ادبیات دامنه نوشته بشه، نه با ادبیات مثلا فنی روی دکمه فلان کلیک کن، روی دکمه فلان که کلیک کردی مثلا، یا هر چیز دیگه ای. ادبیاتش نباید ادبیات فنی باشه. این لایه باید با ادبیات دامنه نوشته بشه و اینجا مثلا من همون اکسپتنس تستی که اسلاید قبل داشتیم و با استفاده از اینترنال DSL و خود جی یونیت اینجا نوشتم. یعنی من که ننوشتم، مثال برداشتم قرار دادم اینجا که یه ادمین API وجود داره، create instrument, create user, trading UI login, select instrument, place order و confirm order success, confirm balance. یعنی اینکه لازم نیست شما حتما از اون GWT استفاده بکنید و متن باشه. اگر DSL خوبی طراحی کرده باشید، این هم ادبیات جالبی داره و شبیه چیزی هستش که کاربر باهاش تعامل میکنه. کلا بین این اینترنال DSL و اکسترنال DSL، حالا اینجا اکسترنال DSL ما کیوکامبر بود، اینترنال DSL ما جی یونیت، انتخاب کردن هر کدوم مزایا و معایب خاص خودشو داره. مثلا کیوکامبر تکست بیسه، آدمایی که با تکست کار میکنن فنی نیستن راحت ترن احتمالاً باهاش. متنش خب یه مقداری اصطلاحاً گاربیج های اضافی نداره، سمیکالن بذار و پرانتز بذار و دابل کوت بذار و از این جور چیزها. تطابقش با کرایتریا تو مدل کیوکامبر بهتره، یعنی اینکه ما ابزارهای گفتم داریم مستقیم مپ میکنن، اما میتونیم اون تکست رو همیشه سالم نگه داریم. ولی از این طرف برنامه نویسی که بریم سمت اینترنال DSL ها، اوتو کامپلیت داریم، ساپورت آیدی رو داریم، میتونید دقیقاً تستر آیدی انتخاب بکنید. یه سری ابزارهای جانبی تعریف میشن توی فریم ورک های جی یونیت، 500 تا پلاگین داره جی یونیت، همه اونا میان روی اینم سوار میشن، آقا موازیش کن، آقا ریپورتش کن، آقا کلی فیچرهای مختلف. یه پترنی هم وجود داره، صرفا میگم در جریانش باشه، بهش میگن ویندو درایور پترن. قضیه اینه که برای تیکت های مختلف یه پنجره یا یک صفحه درایورهای مختلف می نویسن. یه درایور نمی نویسن برای تعامل با کل اون پنل هایی که وجود داره. هر سویتی هم ممکنه از زیر مجموعی از این درایورها استفاده بکنه. این پترن هم استفاده میشه، اگر جای حس کردید میتونید استفاده بکنید. مثلا اینجا ما توی مدل بالا یه تست داریم که عادی نوشته شده و چه می‌دونم select URL enter text و یه سری کار کرده.
توی پایینی اومده از ویندو درایور پترن استفاده کرده و برای اکانت پنل یه درایور تعریف کرده با ادبیات خاص خودش، لاگین کن، assert login succeeded و یه سری کار دیگه، و برای حالا هر پنلی اومده درایور خودش رو نوشته. حالا من کلاً امیدوارم این توصیه‌ای که میکنم توی این جلسات رو شما در نظر بگیرین و پیاده سازی بکنین. اینطور نباشه که بیخیالش بشین. ولی تو حوزه پیاده سازی، برای پیاده سازی اکسپتنس تست فقط این لایه بندی نیستش، یه سری پرکتیس دیگه هم هستش که خوبه حواسمون بهش باشه. چرا اینطوری شده؟ اسپیس اضافی خورده. توصیه من اینه که کلاً یه تستا اتمیک باشن و خودشون محیط خودشون رو ستاپ بکنن. کارشون هم که تموم شد کلین بوده فکر کنم اسپیس خورده، تیردان کنن یا کلین بکنن و دوباره تست بعدی به صورت اتمیک این کار رو برای خودشون انجام بدن. یه سری رکورد هم تاش نگه دارن که آقا ببین به این دلیل خراب شد و از اینجور حرفا. اگر همچین کلا این فراهم نبود که زیر ساختی رو فراهم بکنی که تست اتمیک باشن، باز اگر یک استیت اولیه وجود داره، باز توصیه اینه که خودتون رکورد رو ایجاد بکنید و اون رکورد ایجاد شده مثلا اگر یه دیتابیس آوردید بالا برای کل اکسپتنس تستاتون یا یه زیر مجموعه از اکسپتنس تستا، اینطور نباشه که فرض کنید یه یوزری هست بعد برید روش تست بنویسید. خب خودتون رکورد هایی که لازم دارید رو بیارید بالا، بعد از اینکه رکورد رو آوردید بالا تست کنید. اگه تونستید که توصیه هم میشه تهش بیاریدش پایین. اگر هم اون رکورد میره یه آیدی خورده بی ارزش میشه، اوکی ولش کنید رو هوا. اگر اینو بهش توجه کردید اوکی، ولی پاکش هم کنید خوبه. اگر این کارو نمیتونید بکنید، تستای دیفنسیو بنویسید. به این معنی که اول که تست شروع شد اون گیون هایی که وجود داشت بررسی بکنه، سلامت استیتی که مد نظر تسته بررسی بشه. اینجا خرابکاریایی به وجود اومده. و اسرشن هاتون هم دیفرنشیال باشه. اسرشن دیفرنشیال یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی خرید کردی نگو مثلا من الان باید بلنسم 10 باشه، بگو قبلش چی بود؟ مثلا 50 بود، باید 50 به علاوه 10 باشه. اینطوری باعث میشه تستاتون روباست‌تر باشه. اگر این استیت اولیه خرابکاری براش اتفاق افتاد یا اون چیزی که مد نظرتون نبود، حداقل با دیفرنشیال بودن تست دیگه شکننده نیست به اندازه قبل. برای تستا بکدور نذارید لطفاً تا جایی که میتونید. یه راه حلی که از پشت آدما بتونن برن. توصیه نمیشه کلا خیلی برای تست کد بزنیم و من به طراحیمون رو مبتنی بر تست، به این معنی که آقا نباید این فیچر اینجا باشه، ولی چون تست میخوام باید باشه. باز مسائل مربوط به ایسینکرونس بودن رو اینجا میگم، سعی بکنید ازش دوری بکنید حتی توی اکسپتنس تستا، چون یه مقداری پیچیده است. به این معنی که نمیدونید الان فیل شده قضیه یا به اندازه‌ای که باید وای میستادن وای نستادن. خب سعی کنیم ازش دوری بکنیم. اما فرضاً گاهی اوقات میاید این کد آشناییه برامون که یه وایلیه یا مثلا یه اسلیپی هستن. اسلیپ 20 ثانیه بعد برو. سعی میکنیم ماهیتش رو سینکرون بکنیم دیگه. آسینکرونش چطوری بود؟ تو بدنه تست باید بیخیال تست بشیم، یه دونه کالبک بدیم به اون بابا، جواب که اومد بیاد ما رو فراخوانی کنه. اما ما اینطوری که تست نمی‌نویسیم معمولا. یه اسلیپ میذاریم اون وسط 20 ثانیه، بعدش میریم آقا ولیدیت میکنیم. اینطوری می‌نویسیم تست دیگه. با من اوکی این تیکشو. توصیه اینه که این کارو نکنیم. یه 20 ثانیه نذاریم بعد، چون هم تستمون رو کند میکنه. همین که راه حل بهتر اینه که مثلا هر یه ثانیه چک کنیم. آقا یه ثانیه اسلیپ کن، دوباره چک کن. یه ثانیه اسلیپ کن. برای این هم یه هلپرایی بنویسید برای خودتون. تو اینترنت هم کلی ابزار پولینگ و اینا تو حوزه پولینگ شناخته میشه هستش. آقا انقدر وایسا، اگه دفعه اول اجرا کردی اول چک کن بعد اسلیپ کن، یا اول اسلیپ کن بعد چک کن. از اینجور چیزا داریم.
ولی ماهیت آسنکرون بودن تست رو کلا سعی می‌کنیم با این تکنیک حذف بکنیم. وای میستیم تا جواب بیاد. خوبه که برای سیستم‌های بیرونی از تست دابل ها استفاده بکنیم و توی محیط اکسپتنس تست، اتوماتد اکسپتنس تست کلا باید محیط کنترل شده باشه. یهو نباید یه سیستم بیرونی باشه مثلا این یهو اومد پایین آقا چی کار بکنیم، مثلا پرداخت سیستم پرداخت اومد پایین، نه این کارو نباید بکنیم. خوبه که اون سیستم یه تست دابلی وجود داشته باشه و به صورت جداگانه این روابط با بیرون و اینتگریشن تست می‌نویسیم، توی وارد اکسپتنس تستشون نمی‌کنیم، جداگانه. این یه دونه رو بگم چیز می‌کنم چون ادامهشه. حالا برای اینکه به این مسئله راحت‌تر برسیم چیکار می‌کنیم؟ کلاً تعاملات رو میسپاریم دست یه گیتوی، یه کامپوننتی. این علاوه بر این که بهمون امکان میده دابلش رو راحت‌تر بسازیم، مثلا ما خودمون داشتیم توی یه پروژه‌ای بود نیاز به سیستم پرداخت بود، همه پرداخت‌ها از طریق یه گیتوی انجام میشد. میرفت اونجا بوک میشد یه پرداختی، رکوردش زده میشد و از طریق اون اصلا ریدایرکت میشدیم به سایت خارجی. برعکسش هم همینطوری بود. اون سیستم پرداخت ما یه جوری نوشته بودیم مود دیباگ به ما میداد و ما برای اکسپتنس تستمون از اون استفاده میکردیم. میرفت رو مود دیباگ، موقع اکسپتنس تستا انگار پرداخت موفقیت آمیز بوده یا پرداخت ناموفقیت آمیز، خودش شبیه سازی میکردش و دیگه خارج سیستم نمیشدیم. تعامل اون گیتوی با بیرون رو با اینتگریشن تست میکنیم. یه همچین چیزی وجود داره، همونطوری گفتم یه چیزی وجود داره، یه گیتوی وجود داره، یه کامپوننتی هست که تعامل با بیرون اون انجام میده. علاوه بر این بهتون کمک میکنه یه سری پترن هم پیاده سازی بکنید. مثلا تو مایکرو سرویس و مثلا سرویس اورینتد این روزا بابه، چه میدونم سیرکت بریکر میذاریم. اگر یه چیزی درخواست خیلی بهش زیاده مثل این فیوز برق، چه میدونم قطعش میکنیم که وقت سیستم رفتار نامتعارفی انجام نده به ما. جان مثلا در مورد بیسیک مسئولیت صحبت کردیم. چی؟ در مورد چی؟ حالا همون منظور بیسیکنس. هم اوکی. خب مسئله که هستش اینه که فرض کنید یک پروسسی میخوام انجام بدم، یه سری دیتا قراره توی یو آی ام اسکرپ کنم و این دیتا رو از لحاظ لاجیکال بررسی کنم. خب این یه پروسه خیلی زیاد یه طول میکشه. خب اگر من اول جابم بعدم یه ترد استفاده بدم بهش و در انتها اونو چک کنم، این کار اشتباهه ولی دیپند نیست، یعنی برم بقیه کارم، یعنی به صورت مالتی ترد بنویسم. ببین داریم در مورد تست صحبت می‌کنیم یا وب اسکرپینگ اول من بگم. ببین قراره اون اسکرپینگ تو تست انجام بشه. ما قراره یه چیز لاجیکال رو بررسی کنیم که باید انسان مغزش متوجه بشه که باید چیکار کنه. یه سیستمی نیستش که اکزیت کد بده. باید یه تابعی یه کاری رو مثل دیتا انجام بده. این آیا دیتا لازم لاجیکالی برای نمی‌کنه. مثلا توی سامانه‌ای که سامانه مالی این کار زیاد انجام میشه. منظورت رو من بذار درست متوجه شده باشم، یه سری کار توی مثلا یک وبسایت انجام میدی، اون یه سری خروجی میده، بعد تو میخوای ببینی حالا یا یه خروجی موجود شد یا اینکه میخوای یه بررسی بکنی، یه ترانسفورمیشنی انجام بدی ببینی استیتش اونی شد که مطلوبه تو، درسته؟ و میگی این کارو تستامو یه کاری کردم، مولتی تریدشون کردم ولی همشون تهش میان وای میستن. ببین من میرم تستای دیگه دیپندنسی رو انجام میدم، یه ترید اونجا میسازم، در انتها اینو چک میکنم. شما دارید این کلا این سیکونس کار نکنید. نه کن اگه داری تو دنیای اکسپتنس تست صحبت میکنی اوکیه. خب من این باز به هر حال فرض کن اون نرسه، یعنی جوابش نیاد، چیکار میکنی؟ خب جوابش فیل میشه. خب تا چقدر وای میسی؟ خب اصلا وای میسی یا نه؟ تایم اوت هم داره اصلا. آها خب اینم الان شبیه همینه دیگه، یعنی اینکه تو حالا بستگی داره تو تستات یا اون زیرساختی که فراهم کردی این امکانو فراهم کردی که اینا جداگانه موازی اجرا بشن، اون تهش یه تایم اوت بدی، اگر فلان چیز پس شد پس بشه، این اوکیه. خب این هم اوکیه. اگر همچین زیرساختی رو فراهم کردی شما گفتین که مثلا من یه دونه باچر بذارم یعنی چک کنم که حالا انجام شد. این یکی از روش‌هاشه برای حذف ایسینک.
نه لزوما. واچر شما هم وقتی اسلیپ میشه خب بقیه کارشون رو انجام میدن. تو مدل ذهنی من اصلا ساختار اینطوری بود که تست رانر من میاد برای تست های مختلف، مثلا اگه قرار ترت بسازه، اگه قرار پروسس بسازه، اگه قرار روگیریت بندازه میره روگیری. یه تست من اصلا مستقل از بقیه یه تست هاست، میره با اون سامانه کار میکنه و وقتی این بلاک میشه تو میگی من کامپیوتیشن پاور رو دارم از دست میدم. نه، اگه از این بابت داری بررسی میکنی، اسلیپ کردن هزینه‌ای نداره. اسلیپ که میکنی OS سی پی یو رو اختصاص میده به بقیه تردا و بقیه پروسس‌ها. از لحاظ پرفورمنسی مشکلی نداره. خب ولی از تایمی ما تو محدودیت میذاره. باز توی مدل ذهنی من که داره روی چند تا ترد، هر تست داره توی چند تا ترد و هر پروسس انجام میشه، تو هم الان داری همین کار میکنی دیگه. داری میگی من تستام رو تردای مختلف کنم، تاج ریزالتش چک میکنی. اینجا هم همونه، عملاً چکه داره تو همون تست فقط انجام میشه. باز تردهای مختلفن. این یه چیز پذیرفته است. آخه اینجا دیگه میگه اصلا عرفشه، یعنی ما هر تست رو روی یک پروسس یا یک ترد یا یه چیزی جداگانه ما نیست. مثلا یه جوری برای کردیم کلا این کارو نکنیم و صبر کنیم پروسس تموم بشه بریم بریم. نه، اگر اینطوری گفتم اشتباه منظورم رسوندم. خب بله، باید به هر حال یه زمانی اون میرسه. خب حالا تو یه صفی فراهم کردی، زیر ساختت بدین امکانو داده که یه صفی داره، تایمات داره، یه همچین امکانی رو داری. من میگم اگر همچین چیزی نبود، یه سری فریم ورک پولینگ داریم، بیلتین خیلی از زبان‌ها دارن، یا یه سری لایبرری، اونا برامون این کارو میکنن. اونا هم پشت شبیه همین کارو میکنن. اونا هم اصلا این فریم ورک، این چیزی که شما هم میگی تهش همین کارو میکنه، پشتش همینه. اون یا یه اینتراپت براش میاد میگه آقا جواب من اومد، یا اینکه به صورت مداوم داره چک میکنه آقا جواب من اومد، جواب من اومد، جواب من اومد. به جز این دو حالت که نیستش، یا اینتراپت بیسته یا پولینگ بیسته. فریم ورک های پولینگ هم پشتشون همین طوریه، یا میتونه روی اینتراپت پول بکنه که پرفورمنسش مقدار بهتره، یا اینکه اون هم هی مجبوره هر یه ثانیه بگه جوابش اومد، جوابش اومد، جوابش اومد. ولی هر تست رو روی پروسس یا ترد جدایی یا روی گرید اصلا روی ماشین جدایی ران می‌کنیم، برای اینکه پرفورمنسش بخوایم بالا بره دیگه. می‌خوایم اینو موازی بتونن اجرا بشه. باز اگر سوالی بود. خب تا الان کلا در مورد اکسپتنس تستینگ صحبت کردیم، اما کلا ما یه استیجی داریم به نام اکسپتنس تست استیج و اینی که بعد از اینکه کامیت استیج تموم شد اکسپتنس تست استیج اجرا میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که از اکسپتنس تست استیج به بعد پای انسان میاد وسط، یعنی انسان هم روی تصمیم گیری ها دخالت میکنه، روی موفقیت آمیز بودن یا نبودن استیج. از اکسپتنس تست استیج به بعد آخرین جاییه که احتمالاً انسان وارد کار نمیشه. توی تیمای کوچیک که از 4 تا یا کمتر توسعه دهنده تشکیل شدن، یه چند تا تست end to end که CI اجراش میکنه کافیه. خب یعنی ما نمیخوایم اوورکیل بکنیم، به شما بگیم برو برای همه فضای حالت. تیم کوچیکه، پروژه کوچیکه، نیایید برای هر پروژه فسقلیه که دارید خودتون شخصا تو خونه انجام میدید مثلا یه انبوه، یک اکسپتنس تست و یه متدولوژی بنا کنید و نه، همچین کاری نیازی نیستش. اما خب حواستون هم به این باشه که پروژه و تیم بزرگ از پروژه و تیم کوچیک شروع میشه. خب یه پیش‌فرضیه برای نظریه فکر کنم در ریاضیات و نظریه مجموع. بعد واسه همین این رو باید در نظر بگیرید. اگر پروژهتون بزرگ شد، تیمتون بزرگ شد، اونجا دیگه یه کار هرکولی میطلبه برای اینکه اکسپتنس تست رو بیاید درست درمونش کنید. دو تا نکته هم وجود داره، اینه که حتما اکسپتنس تست رو سبز نگه دارید، به هیچ قیمتی قرمزشون نکنید، همیشه سبز باشه و هر موقع فیل شدن تیم بیفته روش، بره توی فضای حالت قرمز سبزشون بکنه، بی خیالش نشین. معمولا تشخیص باگ اکسپتنس تست، اینکه چی داره خرابکاری میکنه و اکسپتنس تست داره قرمز میشه، سخت‌تر نسبت به یونیت تست. یونیت تست همونجا سریع یه کد، یه تابع است، یه کلاس. اکسپتنس تست یه مجموعه‌ایه که باید بگردیم ببینیم چی داره خرابش میکنه. در مورد دیپلویمنت تست هم صحبت کردیم. تستایی که وقتی دیپلویمنت میکنی یه بررسی مقدماتی میکنن که آقا اینفراستراکچر، انوایرمنت سالمه، همه چی اوکی یا نه.
این تستا رو معمولا فیل فست میذاریم، یعنی اگر دیپلویمنت خراب شد دیگه آقا محصول نمیره برای اینکه درست کار کنه. این تستای دیپلویمنت رو داشته باشیم، یعنی اکسپتنس تست ها یه وقتی میخواید اجرا کنید یه تستای دیپلویمنت وجود داره، آقا اینا پاس نشد دیگه اصلا جلوتر نریم برای اکسپتنس تست. خب در مورد پرفورمنس اکسپتنس تست ها، اگر کلا پرفورمنس خب مسئله مهمیه. اگر پرفورمنسی اکسپتنس تست و اکسپتنس کند باشن، یک روز طول بکشه، دیگه من نمیتونم بیام به شما بگم 3 تا بیلد روزانه، 10 تا بیلد روز، هر دیولپری روزی یه دونه بیلد داشته باشه توی مخزن، مثلا یک کامیتی داشته باشه حداقل. خب نمیتونه، باید پاس بشه تا بتونه بعدی اجرا بشه دیگه. اما یه نکته مهمی وجود داره، اینه که مجموعه کامپریهنسیو جامع اکسپتنس تست ها با ارزش تر از یه تعدادی اکسپتنس تستی که تو 10 دقیقه اجرا میشه. یعنی برعکس یونیت تستا که این صورت خیلی چیز با ارزشیه، ما اینجا روی جامعیت تمرکزمون بیشتره، جامعیت اولویت بالاتری داره. اما از طرفی هم گفتم طولانی تر شدن دردسرزاست و معمولا هم ما یه روز پیش کدی رو زده باشیم، یه روز بعد بخوایم بریم دیباگ بکنیم طول میکشه. خب یه سری تکنیک داریم برای بهبود سرعت. اینا رو دیگه باید هر مجموعه‌ای بر اساس محصول خودش بشینه بررسی بکنه. مثلا این که یه سری کارها بین همه اکسپتنس تست ها مشترکه. آقا یه مکانیزم کشینگی بذاریم وسط. یه کاری بکنیم این اینیشیال استیت اینا یه ایمیجی گرفته بشه، بالا باشه، ما اونو بیاریم بالا. لازم نباشه هر بار مثلا هی همه اون کارا رو بکنیم. آقا این 10 تا استیج بین 100 تا تست هم یکیه و کلی هم هزینه داره. اینو اینجا یه ایمیجی بگیر بدون اینکه متوجه بشه مثلا کسی که داره تست می‌نویسه، خودت بیار بالا کشف کن. ریسورس های اکسپنسیو رو شیر بکنیم بین منابع، یعنی منابع مختلف رو بتونیم به صورت توزیع مناسبی بین تست‌ها استفاده بکنیم و تست‌ها رو به صورت پارالل، یعنی پارالل اجرا کردن تست‌های اکسپتنس یه چیز خیلی عرفیه و باید اتفاق بیفته و طول میکشه. اگر سیکونشال اجرا بکنید احتمالاً یک روز طول میکشه تست اکسپتنس تو این حوالی، یک روز 2 روز باید طول بکشه. و کامپیوت گرید هم که جان زمان مرج کردن باید قبلش دیولپر اکسپتنس تست ها رو پاس کرده باشه تا مرج کنه. نه این باعث نمیشه که خیلی ریت قرمز شدن پایپلاین زیاد بشه؟ اول از همه دیولپر خوبه که اکسپتنس تست ها رو تو ماشین خودش حداقل اون حوزه‌ای که حس میکنه عوض شدن رو اجرا بکنه. خب شما داری فیچر مثلا سبد خرید میزنی، اکسپتنس تستای مربوط به سبد خرید رو تست بکن. در مورد اصلا این که پروداکت اونر که اکسپتنس کرایتریا نوشته، اکسپتنس تست اومده، این که اصلا دیولپر باید اینا رو تست کنه تا بفهمه دان شده محصول فیچری که داره میزنه که اصلا هیچی. میمونه این که بقیه تست ها، یعنی آیا این دیولپر کاری که کرده بقیه تست ها رو خراب کرده یا نه. این نباید عموما اتفاق بیفته، یعنی اکسپتنس تست ها باید طوری نوشته شده باشن که انقدر شکننده نباشن و نه لزوما نباید این اتفاق بیفته. افتادم سری میریم درستش میکنیم. اصلا اگر دیدید یه اکسپتنس تستی مداوما داره فیل میشه، این نشون میده اکسپتنس تست خوبی نیست یا دیولپرهای خوبی نداریم. جان اگه بشه کل اکوسیستم رو لوکال فورورد بالا، مشکلی از لوکالی تست کنم. اونم حالیه دیگه. گفتم قطعا باید اکسپتنس تست خودش رو ترجیحاً اجرا بکنه برای فیچر خودش. اگر هم نتونست لوکال، سخت بود، زور سیستمش نمیکشید، از همون مکانیزمایی که گفتیم CI انجام میده، در غیر این صورت بندازم اون تو. ببخشید اینجا تفکر دیوپس اتوماسیون چی میشه پس؟ کدوم؟ ما برداشت دیولپر رو راحت‌تر کنیم، یه بخش از کارشو ما انجام بدیم، اتومات کنیم. نه دیوپس اصلا منظورش این نیست که بیایم دیولپر رو راحت تر کنیم، یه کاری از ما رو انجام بدیم. ما میخوایم کاری بکنیم که دیولپر بیشتر تمرکز کنه روی پروداکتیو بودن خودش. نه اینکه صرفا درگیر ماکیم این مایی که میگه که فرض کنیم تیم مثلا دیوپس که داخل این شرکت هم کار تیم دیوپس تمرکزشون روی اپریشن هست.
حالا من معمولا تاکید میکنم که نگیم دیوآپس، بگیم تیم اپریشن، چون دیوآپس به کل این چرخه میگه. دیوآپس هم داره میگه آقا من میخوام این دوتا رو به هم وصل کنم. یعنی اگر بخوام اصولی بگیم، اگر اسم تیم دیوآپسه، هدف اینه که این دوتا رو به هم وصل کنه. خب نه اینکه کار اونا رو راحت تر کنه. این جزء اهدافش نیست. آخه اصلا اومده این دیوار بریزه که بتونن راحت‌تر از ایزولیشن خودشون کار کنن و فقط مثلا اتفاقا وقتی دیوار میریزی ایزولیشن نیست دیگه، اینا به هم اون اصلا این واسطی فقط هست. چه واسطی هست؟ الان میخواین در مورد مبنایی آخه سوال مبنایی میپرسی. خب کلا دارم میگم هدفی نیستش که کارش کمتر باشه بیشتر خودش تمرکز کنه. چیز درستیه. هدف اینه که صرفا باید به این تستش برسه. نه اگر دیولپ نکنید، اگر فرض کنیم فقط تسترها بیان در مورد تست نوشتن کار بکنن، خب اصلا دیولپر هیچ دغدغه‌ای نسبت به یک اکسپتنس تستا نداشته. سوال خیلی خوبی پرسید. اگر دیولپر هیچ دغدغه‌ای نسبت به اکسپتنس تستا نداشته باشه، اول از همه تستر مجبور میشه یه تریک‌های عجیب غریبی بزنه واسه اینکه بتونه یه چیزی رو تست کنه. خوبه که توی معماری به تست فکر بشه. خب یه چیزی بهتون بگم، کلاً خیلی تست نوشتن باعث میشه طراحی شما یه جوری هم عوض بشه. همین دیپندنسی اینجکشنی که به شما گفتم، شما میایین تست بکنید میبینی که آقا دیپندنسی داری، خب یا میای یه سیستم ثانویه رو گیتوی تعریف کنی برای پرداخت مالی. فرض کن من اون گیتوی که تعریف کرده بودم برای پرداخت مالی این مود دیولپمنت یا مود دیباگ نداشت. تستر چجوری می‌خواست اینو بدون تعامل با سیستم خارجی تست کنه؟ باید میرفت خودش یه دونه دابل یه فیک از اون گیتوی مینوشت تا بتونه این کارو بکنه. اولا باید پروتکل بین این دو تا رو تشخیص میداد چیه، یعنی این سیستم من با گیتوی پرداختام چطوری باید تعامل کنه. بعدش میرفت اون رو دابلش میکردش. حالا من دارم میگم من اون دیولپر من در جریان اینکه این میخواد دابل بشه فیک بشه قرار میگیره، دو سه تا تریک میزنه، ساپورت دابل میده برای اون گیتوی. دیولپر دخیل میشه در اکسپتنس تست نوشتن و باعث میشه کل فرآیند سریعتر بشه. ما هدفمون این نیست دیولپر ایزوله بشه، اصلا این هدف هیچکی نیست. هدفمون اینه که سرعت تیم بره بالا. سرعت تیم چه چیزایی داره؟ تیم دیولپر داره، بیزینس آنالیست داره، تستر داره، اپریشن داره. از ما بازم باید یه باری بله، یه بارایی رو دوش دیولپره، یه بارایی رو دوش تستره، یه بارایی رو دوش اپریشنه. اپریشن در مورد ابزارهای مربوط به دیپلویمنت بیشتر تأثیر داره چون بیشتر تو اون حوزه کار میکنه. دیولپر بیشتر در مورد دیولپمنت تأثیر داره چون اونه که بیشتر داره کار میکنه. ولی اینا با هم دیگه تعامل سنگین دارن. اصلا دیوآپس شعارش هم اینه، میگه من اومدم این دو تا رو به هم وصل کنم. ما برای وصل کردن آمدیم. بقوله خواهش می‌کنم. خب کلا اکسپتنس تست رو اسکیپ کردن یه همچین فضایی به وجود میاره. شما انگار که دارید به خودتون تیر میزنید مثل تام. خلاصه که بخوام بگم اینه که اکسپتنس تستا بهتر از یونیت تستا هستن و احتمال اینکه بشکنن بیشتره. این اتفاق میفته، یعنی اینکه نرخش بیشتره که معمولا میشکنن. اما واقعیت اینه که خودشون رو میدن، خودشون میگن خرج خودشو در آورده ماشینه، اینم قضیه همینه، خرج خودشون رو در میارن. و توی پروژه هایی که استفاده شدن واقعا هیچ وقت ضرر نکردیم سر نوشتن اکسپتنس تستا. کسی نبوده که بگه واقعا چه خرابکاری کردیم اکسپتنس تست نوشتیم. این هم یک نمونه دیگه ای از اینکه اگه اکسپتنس تست ننویسید، این عکس برای اینه که من خودم حافظه تصویریم بهتر از حافظه بقیه انواع حافظه است. بعد گفتم شاید تو ذهنم بمونه. خب کسی سوالی چیزی؟ خب من این جلسه تونستم این سیستم رو وصل کنم بالاخره به VM خودم و یک سری مثال آماده کردم. اون سایت فیتزی که اون مثال فیتزی که داشتیم و که یادتون هست، یه ابزاری بود، یه محصولی بود، قرار بود که یه ذره
کارهای مربوط به سلامت بدن و فیتنس و اینجور چیزا رو مثلا مثال بود دیگه. خاطرتون باشه قضیه اینطوری بود که از 2 تا کامپوننت اصلی تشکیل شده بود. یه API بود که مربوط به کار آنالیز کردن رو انجام میداد و یه پورتالی داشتیم. من اینو الان بالا آوردم و یه همچین پورتالش اینه، هیچ چیز خاصی نداره، کاملا پورتالش با فلاسک نوشته شده، 3 تا صفحه داره. اگر میخواید کدش رو هم ببینید مثلا چه استک برای هم یه ریپوزیتوری ساختم، لینکش هم توی صفحه کورس گذاشتم اون پایین باز و کلا کدش رو زدم. یه سری چیزها رو الان میخوام روی این کد بهتون نشون بدم. بذار اینو من زوم بکنم. توش پایتون و بش بود، قبلا رفتیم. فست API و فلاسک هست، وب سرورش یوبیکورن و جی ایونت، برای داکیومنتیشنش اسفینیکس و آرستی و سوگر استفاده شده، بیل سیستمش پنس، برای دیپندنسی منیجمنت از پگز استفاده کردیم، برای یونیت تست و اکسپتنس تست پای تست و پای تست VDD، استاتیک انالیسیس و فرمترش فلیکشت و آیسورت و مایپای و اینا دیگه ابزارهایی هستن که برای اینجا یه چیزو یادم رفت، هادولینت هم برای داکر استفاده کردیم، لینتر داکرشه، برای شلش از این 2 تا فرمتر و لینتر استفاده کردیم. ویرچوالایزیشن و ارکستریشنش رو با داکر و داکر کامپوز انجام دادیم و پایپلاینش هم گیت هاب اکشنزه. اینا رو قبلا یه دور رفتیم ولی من حس کردم چون بعضیاتون ممکن در جریان نباشید اینو گذاشتم. و یه همچین گیت هاب ریپوزیتوری 2 تا بج هم گذاشتیم. اینا بجاییه که مثلا وصل میشه به ورک فلوها، اگه سبز بشن سبز میشه، قرمز بشن قرمز میشه. شما قطعا داشبوردتون داشبوردهای خفن تری. ولی تو پروژه های اوپن سورس این عرفه، یعنی اینکه قرار دادن بج های خیلی زیادی میذارن. یه وبسایت ها هستن بج پروواید میکنن، قشنگ یه سایت باز میکنن، قشنگ استیت وضعیت کنونی اون پروژه میاد این وسط، کاورجش انقدر و از اینجور حرفا. این پروژه یه همچین ساختار ریپوزیتوریش این شکلیه. به چیزهایی که پررنگن توجه بکنید، نه که کم رنگن خیلی اهمیتشون یه مقدار کمتره. همونطوری گفتم SRC رو ما داریم، پوشه SRC لی‌آوت اون اینطوریه که SRC داریم، کدمون رو تو SRC گذاشتیم، تستا رو تو تست گذاشتیم، داکر رو تو داکس گذاشتیم. یه اسکریپت های کوچیکی داریم برای بیلد کردن. وقتی دیگه پروژمون پایتونیه ما اسکریپت هامون هم با پایتون می‌نویسیم. خب خیلی ارزشمنده. دیپندنسی منیجمنت داره، تایپ سیستم داره، تایپ چک داره، لینتر داره، کلی فریم ورک و لایبرری و کتابخونه و اینا کنارش داره و نمیریم اونجا دیگه خیلی با شل اسکریپت کار کنیم مگر اینکه مجبور بشیم. بعد تستامون میشکنن به 2 قسمت اکسپتنس و یونیت تست. تستای یونیت تستمون تو پوشه خودشه، معمولا ساختار کد توی ساختار یونیت تست هست. همونطوری گفتم بعضیا تستا رو میان تو خود SRC قرار میدن. تو کانونشن کد استراکچر پایتون اینطور نیستش، دایرکتوری جدا میذارن، بعضی هم نه میرن همونجا میذارن. من اینطوری گذاشتم اینجا. تستای اکسپتنس رو داریم. تستای اکسپتنسمون گفتم با پای تست VDD نوشته شده. اینجا اومدیم ما یه سری فیچر داریم، من براشون یه سری سناریو تعریف کردم، با گیون وندن نوشتم، تگ زدم، گفتم بعضی از اینا اسموکن همونطوری که میبینین و بعضیش اسموک نیستن. تستای آنالیسیس رو داریم اینجا که اسموک نیستش. و توی دنیای BDD هم تست پارامتری داریم، اونجا بهش میگن اگزمپل. اینجا یه لیستی از، یعنی میاد این سناریو رو به ازای همه این اگزمپل ها اجرا میکنه. بعد چطوری اینا اجرا میشه؟ متناظرش یه فایل پایتونی هستش که میره سناریو رو لود میکنه و استپ ها رو اینجا نوشتیم. یه استپ گیون دارم، یه استپ ون دارم. استپ ون هم پارامتریه چون همونطوری که خاطرتون باشه از این پارامتر ویت و هایت استفاده کرده. اینو بخوام بخونم میگه من میخوام BMI آنالیسیس انجام بدم، من توی صفحه آنالیسیسم میخوام BMI ام رو با این قد و وزنم اندازه‌گیری کنم، آنالیز کنم و باید نتیجه رو ببینم. به ازای همه اینها هم به من تست رو اجرا کن. اینجا هم استپاش نوشته شده. من اینجا درایور لیر اینا نذاشتم، فرصت نداشتم واقعیتش. خیلی کدم ساده است، لایه بندی اضافی هم نکردم، کلا چیز ساده ای نوشتم. با همون پای تست الان اجرا میکنم میبینیم. خب الان اجرا میکنم نتیجه رو میبینیم.
این تستمون هستش. ریپندنسی های ترد پارتی رو گفتم، تو پوشه ترد پارتی گذاشتم، اینترنت اذیت داره میشه. کدمون هم دو تا قسمت داره، آنالایزر و پورتال. پورتالمون مستقیم میاد و اپلیکیشن فلاسکیمون هستش و یه داکر فایل داره که این داکر مربوط به پورتاله، همینقدر ساده. و آنالایزرمون خودش دو بخش میشه، یه دونه کور داره، یه دونه API داره. کورش کارهای مربوط به لاجیک ماست، بیزینس لاجیک ماست. چه میدونم اگر BMI چه میدونم زیر 2 بود فلانی، اگر بالای زیر 18 و 14 هم بود آندر ویتی، اگر زیر 24 و 9 بود هلسی هستی و از این جور چیزها. API مون API رستمونه که توسط فست API داده شده، دوباره خودش یه دونه داکر فایل داره. این ساختار کار ما هستش. برای بالا اومدن کلش هم یه داکر کامپوز داریم. نرفتم سراغ هلم و کوبرنتیز و اینا، صرفا یه کامپوزیه که این داکر فایل‌ها رو بیلد شده شونو بالا میاره و دو تا سرویس داریم. یه اسکریپت دیپلوی هم دارم. شاید بگید که این که فقط برای محیط دیولپمنت، تو که اومده بودی گفته بودی محیط ریلیز و پروداکشن و تست هم باید شبیه دیولپمنت بشه. نه، اینجا اوکیه. چرا؟ چون داکر کامپوز این امکان به من میده که بگم این سرویس ها رو توی اون ماشین بالا بیار، این سرویس ها رو تو اون یکی ماشین بالا بیار. فقط کافیه URL داکر هاست روش بدم، با اسسش وصل میشه، خود داکر کامپوز این کارا رو میکنه. بعد ممکنه به من بیاد بگید که خب تو که گفته بودی زیر ساخت و اینا، این فقط در سطح کانتینر و اینا رو داره مدیریت میکنه. اونجاست که من میگم که دیگه وقت نشد. خب من بشینم ترافورم و انسیبل و ایناش هم بنویسم که زیر ساختش هم فراهم کنم و اینکه ماشینی هم نداشتم که روش بالا بیارم، مثلا یه ماشین دیگه بگم میرم اونجا منتشر میکنم که جونم داشته باشه ماشینه. این ماشینی که الان دارم من روش اجرا میکنم کلا 500 میگرم داره، کلی چیز کنارش هم داره میدونید. خب من این داکر کامپوزش رو خیلی راحت ران میکنم، میاد بالا داکر کامپوز آب با یه دستور، با دیپلوی عادی هم میاد بالا، کامپوز هم میاد بالا و توی این URL قابل مشاهده است. قبلا هم این کارو کردیم، نشون دادم. چون من اینجا بزنم قدش 10، وزنش 10 کیلوگرمه، 1 سانتی متره. اینترنت اوضاعش یکم بده. اینجا میگه که آقا اوضاع خوب نیسته، خیلی چاقی و چیزه. اصلا اینجا میتونست مثلا یه دقیقه حرفه‌ای ترینه که بگه نمیتونی تو 1 سانتی متر باشی، چی رو داری میگی؟ ولی به هر حال اینجا یه همچین چیزی داریم. این خود پورتالش هست. شما میتونید به چیزم وصل بشید، به APIش هم وصل بشید. من اون رو هم اکسپوز کردم برای مشاهده، ولی به صورت پیش‌فرض شما این کارو نمی‌کنید معمولاً. یعنی اینکه به API وصل نمیشید. قبلا در مورد این APIش صحبت کردیم. یه فست API و یه سوایگری هم به بیرون میده. مستندات هم دفعه قبل در موردش توضیح دادیم. بریم سراغ تستایی که شما پرسیدید. نگاه کنید، کلا گفتم ما از پنس استفاده کردیم اینجا و استکی هم که در مورد لینک و داکیومنتیشن و اینا توضیح دادم. خب نمیدونم چرا انقدر اوضاع بد شده اینترنت. بذارید تا اون بالا میادش من ورک فلو ها رو بگم. توی گیت هاب اکشنمون 3 تا ورک فلو تعریف کردیم. خاطرتون هست؟ اکسپتنس استیج، کامیت استیج و ریلیز استیج. توی کامیت استیجمون همونیه که وقتی شما پوش میکنید این اجرا میشه و این همچین استیجی هستش. من اینجا زدم لینک و چک و یونیت تست رو اجرا کرده، پکیجینگ انجام داده، اسموک زده و تریگر کرده اکسپتنس تستا رو. و اگه وارد جزئیاتشون بشیم بهمون میگه چی کار کرده. چه میدونم چک آوت کرده، لینک رو اجرا کرده، تمام شد رفت. کل کاری که کرده اینجاست. پکیج کرده، خروجی رو آرتیفکت ها رو کجا ریختیم؟ از خود گیت هاب اکشنز استفاده کردیم. آرتیفکت ها، باینری ها، تست ریپورت ها اینجا وجود دارن. چه تست ریپورت هایی؟ تست ریپورت ها رو باز کنیم ببینیم چی توشونه.
یه همچین نمونه این ریپورت کاورج هستش. ما معمولا اینو یه جایی سرو هم میکنیم. شما میاد اینجا میگه آقا من اینو مثلا قرمزه، برای اینا تست ننوشتی، یا مثلا برای کلکولیت دی ام آی میگه برای این تیکش تست ننوشتی. شاید این به خاطر اینکه مشکیه یه مقداری سبزا رو خوب نشون نمیده. میگه این اینو تست کردی، سفیدش بود یه مقدار قشنگ‌تر نمیدونم کجا، ولی این رو براش تست ننوشتی. یه همچین ریپورتی رو شما برای کاورج ریپورت باید بگیرید معمولا. بعد باینری ها هم که تو خودش پگزاییه که تولید میکنه. تو ادبیات پایتون پگز اکزیکیوتبل یک نوع روش پکیجینگی که کد پایتون اکزیکیوتبل بشه. توی این قرار میده و این کامیت استیج هم هستش. یه سری تست اسموک هم داریم که این تست اسموک ها همون اکسپتنس هایی هستن که تگ اسموک خوردن. میخواید ببینید چه شکلیه من این کار کردم؟ خیلی راحت اومدم داکر کامپوز آپ کردم، تستای اکسپتنس رو ران کردم، ولی مارکر اسموک دادم بهش. گفتم فقط اسموک ها رو برای من اجرا کن. اینا اجرا شدن و پس شدن و بعدش هم داکر کامپوز داون کردیم و اومدیم. اینجا شما ممکنه به من گیر بدید که دوباره که تو مگه نگفته بودی که به ازای هر تست محیط بیاد بالا جداگانه و از اینجور حرفا. خب من اینجا میتونم به شما بگم بله درسته، باز وقت نشد. خب یعنی من فیکسچرش رو نوشتم، اینجا میخوام تست رو بهتون نشون بدم. من اومدم یه سری فیکسچر تعریف کردم. فیکسچرها به شما این امکانو میده که بگید یکم پایتست تو دنیای پایتون چیز بانمکیه. یه سری فسیلیتی هایی داره که کار آدمو خیلی اتفاقات جالبی میفته. نه حالا بذار فعلا جلو بریم. مثلا شما توی فریمورک جی یونیت فیکسچراتون معمولا اینجوری تعریف میشن که یه کلاسی تعریف میکنید تحت عنوان فیکسچر، ستاپ تیردان داره، بعدن از اون ارث میبرید یا ازش ارث هم نبردید، ستاپ و تیردانش رو مینویسید، خود ابزار میفهمه ستاپ و تیردان رو فراخوانی کنه. اما تو دنیای پایتست شما یه تابع تعریف میکنید، این میشه فیکسچر. این منظورم اینه. دکوریتش کردیم با فیکسچر و اگر فیکسچرتون ستاپ هم تیردان هم داره، یه فاز ستاپ داره یه فاز تیردان. اگه تیردان نداره یه چیزی ریترن میکنید میشه اون فیکسچرتون. اگه داره ییلد میکنید. این ییلد توی بعضی زبان‌ها وجود داره، توی مثل پایتون و سی شارپ معنیش اینه که برگرد، اگه دوباره این تابع رو بگیم نکستشو برو، از ادامه تابع میره. چیز بانمکی حالا الان فرصت نیست درموردش توضیح بدم که ییلد چیه. ولی حالا یه نفر بخواد از این استفاده کنه چی کار میکنه؟ اینجا شد که کانکشن ما قطع شد. یه نفر بخواد اگه از این استفاده کنه صرفاً یه متغیر با همین نام توی توابعش توی تستاش مینویسه و اون تسته خود به خود ابزار بهش پاس میده. شما یه فیکسچر دارید یه معنی داره، یه فیکسچر دارید یه کار دیگه ای رو میکنه. این ترکیب‌های مختلف فیکسچرهای مختلف رو مینویسید و بهتون ابزار اونا رو میده. اگه یه چیزی رو خواستید میده، یه چیزی رو نخواستید هم نمیده، پر نمیکنه. بله نکنید میایید توی توابعتون اینجا یکم این رو مینویسید، یه با همون نام فیکسچر متغیر مینویسید، از روی نامش میفهمه که شما دیپندید به این فیکسچر. خب تایپش مهم نیست حتی توی پایتست، ولی من تایپش هم گذاشتم. موقعی که میخواد این رو اجرا بکنه این رو براتون پر میکنه. چجوری پر میکنه؟ میره اون تابع رو فراخوانی میکنه. اگه بار اولش باشه مثلا میخواستم اسکوپ رو بگم ولی میاد فراخوانی میکنه، هر چی به شما دادی رو ریترنش رو برمیگردونه میذاره تو اون متغیره. برطرف شد. این هیچی، این ماشینیه که این کدا روشه. این ماشینیه که کدا روشه. من اجرا هم میکنم اگر منظورت باز اجراست میکنم. من وایرینگ اینا رو متوجه شدی چطوری این دوتا رو به هم وایر میکنه، فیکسچر رو وصل میکنه به تست. من اینجا یه فیکسچر با یه نامی تعریف کردم که یه تابعیه که ریترن ولیوی داره. خب
این میاد تست شما رو که میبینه یا استپ شما رو که میبینه میگه تو یه دونه متغیر میخوای با همون نام فیکسچره، پایتست میاد اون رو پر میکنه. چجوری پر میکنه؟ اون تابع رو فراخوانی میکنه، هر چی داد میذاره اینجا. خب تیردانش هم یعنی وقتی هم که تست تموم شد میاره فیکسچر رو پایین. خب اگر زیرساختی آوردی بالا، دیتابیسی آوردی بالا، هر کاری کردی میاره پایین. حالا فیکسچر ها اسکوپ دارن. من اینجا اومدم تریک زدم، اومدم گفتم که آقا اسکوپش داینامیک باشه. اگر بتونم پاس بدم به چرا این کاری کردم؟ گفتم دیولپر تو ماشین خودشه، داره هی تست میکنه، هی محیط بالاست، هی بیاد دوباره از اول ستاپ کنه هر تستی، میخواد رو محیط بالا تست انجام بده، محیط که بالاست. یا تستای دیپلویمنتمون رو ما شاید دوست داریم روی محیط ریلیز بگیم حالا برو این تستا رو اجرا کن، نمیخوام خود تستی که محیط بیاره بالا. شما اینجا یه سری آپشن طراحی کردم که آقا دیپلوی بکن یا نکن. اگه نکن فرضش بر اینه که محیط بالاست. ریوز دیپلویمنت، اگر ریوزه اسکوپ این میشه سشن، یعنی فیکسچر رو به ازای هر تست نمیاره بالا، یه بار میاره بالا اون زیر ساختو دیگه همه تستا از همون استفاده میکنن. ممکنه برای بعضی تستا شما بخوای چه میدونم لوکال خودت داری دیولپ میکنی میخوای ریوز کنی یک بار، یعنی اینا رو همه رو آپشنال کردم. مود فانکشنال یعنی اینکه به ازای هر تست بیار خودت یه بار دیپلوی کن. ولی خب وقتی میریم تو مود دیپلویمنت اینجا نات ایمپلیمنتد کردم برای اینکه فرصت نبود بشینم کال کنم. ته کاری که باید بکنه اینه که ساب پروسس ران کنه داکر کامپوزو. خب منتها باید پورت‌های متفاوتی بده چون توی یه ماشینه یه سری نکات داشت دیگه، من وارد جزئیاتش نشدم، همینم وقت گرفته برای ایتیای سازیش. پس الان متوجه شدیم کل کارم همون برای تو محیط پایتون من از همون فریم ورکی یونیت تست می‌نویسم دارم استفاده می‌کنم. منتها یه پلاگین نوشتن رپ کرده، فریم ورک یونیت تست میره این فایلای فیچر رو پارس میکنه، استپا رو در میاره خودش اجرا میکنه. بریم تست رو اجرا بکنیم. من کامپوز آپ کردم یعنی محیط بالا هستش. یه نکته دیگه هم وجود داره اینجا. یادتونه در مورد لایه‌های پکیجینگ صحبت کردم، گفتم شما میتونید اول از همه کدتون رو پکیج نکنید، کدتون رو همینطوری بدید آدما کار کنن. دیولپر معمولا وقتی میخواد تست اجرا کنه پکیج نمیکنه، میزنه تست رو اجرا میکنه کد پایتونشو مثلا یا جاواشو. لایه بعدی این بود که مثلا یه پکیجینگ سطح دیولپمنت انجام بدیم، ویل فایل مثلا تو دنیای پایتون، جار فایل تو دنیای جاوا، بعد اکزیکیوتبل بدیم بیرون تو دنیای پایتون پگزه، بعد داکر بدیم بیرون، بعدش سطح بالاتر داشتیم که حالا من وارد اون نمیشم. من یه جوری کد زدم و یه جوری بیلد سیستم رو فراهم کردم که تو همه این سطوح امکان اجرای تست باشه. دیولپر اگه بخواد کار بکنه میره توی محیط دیولپ خودش خیلی شیک و مجلسی، پای تست اصلا هیچ، امیدوارم پاس بشه. تستا اجرا شد، بریک پوینتی میخواد بره بذاره، آیدی میخواد کار بکنه. آقای آیدی چیه تست پلاگین تستت کو؟ آیدی تستا رو میفهمه، آیدی که بلد نیست با بیلد سیستم من کار بکنه. یه جوری طراحی کردم، یه جوری این دایرکتوری ها رو چیدم، یه جوری استانداردها رو سعی کردم رعایت بکنم که من اینجا بتونم با آیدی این تست رو ران بکنم و با آیدی بتونم بریک پوینت بذارم، هر کاری بکنم. خب این چیز با ارزشیه و خب دیولپرها معمولا تو این فضا کار میکنن. اما خب من که به مشتری اینطوری محصولمو تحویل نمیدم. مثلا توی سی آی من همچین اتفاقی نمیفته، من از بیلد سیستمم استفاده میکنم. خب آقای پنس که بیلد سیستم منی، برو تستای مثلا یونیت رو اجرا کن همونجوری که تو بیلد سیستمم هست. این هم فراهمه، همه تست‌ها با استفاده از بیلد سیستم. یکم پنس الان طول میشه، میگم این رم این سیستم من الان خیلی سنگینه، خیلی ضعیفه، 500 میگ بیشتر رم نداره، مجبوره هی بیاره پایین، حتی بعضی اوقات به خاطر کمبود رم فیل میشن بعضی از این چیزا. از اون استفاده میکنم و میتونم اکزیکیوتبل ها رو هم بدون داکر بیارم بالا. من بعضی از پروژه ها رو دیدم حتما باید یه زیرساخت پیچیده‌ای بالا بیاد تا اون دیولپر بدبخت بتونه مثلا تستا رو اجرا کنه یا اصلا خودش دستی بره کار بکنه. خوبه که اون استانداردهای خود زبان رو حفظ بکنیم، در کنارش رعایت بکنیم. من اینجا داکر فایلی که نوشتم توجه بکنید چه داکر فایلی هستش.
شبکه رو از دست دادیم. داکر فایلی که نوشتم از همون پکیج های پگزم استفاده کردم. نیومدم دوباره توی داکرام ریکوایرمنتس نصب بکنم، دوباره کپی بکنم و استفاده بکنم. و تستامو میتونم روی داکر هام هم اجرا بکنم. لازم نیست حتما، میتونم روی اکزیکیوتیبل اجرا کنم، میتونم کد پایتونی اجرا کنم، میتونم روی داکر ها اجرا بکنم. و کما اینکه توی ورک فلو سی آی هم همین کارو کردم. اومدم با کامپوز آب کردم محیط و تستا رو اجرا کردم که الان متاسفانه کانکشن قطع شد. نمیتونم نتیجه رو به شما نشون بدم. بس شو داکر فایل رو نشون بدم. جانم بگو. بعضی موقع یه سری پروژه مثلا معروف دلی و مثلا خودجوش و اینا رو تک نفره داریم میزنیم. آره. باید همین چیزا رو مثلا رعایت کنیم یا مثلا خیلی مثلا همش رو انجام بدیم ولی خیلی کوچیک و حداقلی مثلا هر بخش. تو هرچی نیازته. خب اگه جای احساس درد کردی میای اون تیکه اون پرکتیس که مربوط به اون درده رو میاری تو کار. مثلا وقتی یه نفری، دو سه نفری یا پروژه سری میخوای بیاری اوکی. اما کلا این کارهای یک بار اصطلاحاً کارهاییه که مثلا ما یه ابزاری داریم توی پایتون کوکی کاتر بهش میگن. شما میای یا زیر ساختی رو، یه ساختار پروژه‌ای رو یه جا تعریف می‌کنی، تمپلیتش رو می‌نویسی، بعد یه پروژه جدید که می‌خوای بسازی به اون میگی ببین اون پارامتریه. من یه پروژه می‌خوام با این نام، با این ورودی‌ها، با این نام تستا، میزنی برات ساختار دیتا استراکچر و پروژه لی‌آوت و زیر ساخت رو فراهم می‌کنه. برای هر پروژه نمیای دوباره همه اونها رو کارا رو انجام بدی. اگه یک بار این کار کردی اون تمپلیت رو برای خودت بد نیست تعریف بکنی یه جایی، بعد هر بار که پروژه تعریف کردی از اون استفاده بکنی. تو پایتون کوکی کاتره یکی از ابزاراش. حالا میای تمپلیت پروژه تعریف میکنی و بعدش میای از روی حتی گیت هاب هم این امکان رو فراهم کرده. بعضی از پروژه‌ها که شما واردش میشین اینجا می‌نوشته این یک پروژه تمپلیتیه، این یه تمپلیت پراجکته. میخوای ازش کلون کنی، کلون که می‌کنی میاری تو ریپوی خودت، تمپلیتش رو میاری تو ریپوی خودت، میتونی کاستومایزش بکنی. خب حتی گیت هاب هم این امکان رو فراهم کرده. میتونی از اون استفاده کنی یا از این ابزارهای ترد پارتی که این کارو برات انجام میدن. خب ما متاسفانه وضعیت اینجا همون جاییه که گفتم به خاطر رم کم میاره سیستم من. پروسس کیل میشه به خاطر اینکه این کار کلا خیلی ریسکیه ها که من توی جلسات آموزش میام کد ران میکنم. خب و کار عرفی هم نیست، پای آبرومو میذارم وسط. خب ولی به هر حال با ارزشه دیگه. آره اوکی. این آخرشه. همین نمونه رو می‌خواستم نشون بدم. فکر نمی‌کنم حالا باز اینجا تستا رو میشه با 5 هم اجرا کردش، طول میکشه. شاید به خاطر اینه که من کامپوزم بالاست. لینت من کلا یه خط لینت داکر. میخوام بگم لینت رو جدی بگیرید. من لینت داکر توی این پروژه گذاشتم. من اگر توی داکر فایلم من اگر توی داکر فایلم یه چیزایی رو رعایت نکنم، لینتر داکر به من گیر میده. من همین چند دقیقه پیش لینتر داکر فعال کردم، اومدم کپی کردم ریلیتیو. گفت ببین تو ورک دیرتو مشخص نکردی ولی ریلیتیو کپی کردی. یا تو پروژه های خودمون من می‌مدیم فرام که می‌کردیم میگفتیم پایتون 3 فقط مثلا. میگفتش این کار درستی نیستش. دقیقاً بنویس، هشش هم حتی بنویس که دقیقاً فرام کردی از چی. اگه عوض کردن ریپرودیوسبل باشه. لینترها این کارو میکنن. لینتر شل خیلی چیز با ارزشه. شل خیلی زبون بی در پیکریه شل و بش. خب اسپیس بذاری نذاری فلان کنی، اونجا دابل کوتو بذاری نذاری، رفتار کلا عوض میشه. لینتر شل فعال کردم. لینتر پایتون که گذاشتم. لینتر یمل داریم ما بچه‌ها. لینتر یمل استفاده بکنید. لینتر پورتوباف داریم ما. لینتر پورتوباف رو استفاده بکنید. خیلی چیزا رو چک میکنن براتون. دیگه همین، چیزی دیگه ای ندارم. حالا اینم متاسفانه
اینترنت اجازه نداره چیز کنیم. سوالی اگر چوتی نداره جلسه رو تو اتمام برسونیم. خسته نباشید.